صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر في النفوس سنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرع مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان، نواليهم ونقبس من هداهم ضياء. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با قسمت دیگر از این برنامه زنده تماس مستقیم که ویژه برنامه شما عزیزان هست. در این برنامه می توانید انتقادات، پیشنهادات، سوالات، شبهات خودتون رو با ما در میان بگذارید و به مدت 2 ساعت انشاءالله در خدمت شما عزیزان از طریق صفحات اجتماعی هستیم. امیدواریم که این برنامه برای شما عزیزان مفید واقع بشه. بسیار خوب دوستان عزیز، شماره تماس برنامه رو عزیزانمون زیرنویس میکنن و از طریق این شماره میتوانید که با ما مستقیما در تماس باشید و هم از طریق واتساپ و هم از طریق تماس مستقیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام محترم، شما خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشید، زنده باشید. بفرمایید. سوال ما این بود که شما درباره مشیه و سنی بحث میکنین، درست؟ بحث چه عرض کنم، یعنی گاهی اوقات بعضی مسائلی است که باید مطرح بشه. بفرمایید سوال شما چی است؟ سوال ما این است که درباره شیعه سنی بحث میکنین، همه خود مشکل ساز نیست برای امت؟ یعنی کجاش مشکل ساز است؟ الان مثلا یک نفری بیاد در مورد نماز صحبت بکنه، در مورد زکات صحبت بکنه، در مورد عقیده صحبت بکنه، در مورد فرقه و ادیان صحبت بکنه. صحبت کردن، بحث علمی کردن مگر مشکلی داره؟ نه خیر، بحث علمی مشکل نداره، اما یک بحث تفریق اندازی با مشکل داره. نه شما بیاین مثلا کجاش تفریق اندازی است؟ یک راز کجاش تفریق اندازی است مثلا؟ شما میگید سیاه چنین است و سنی چنین است، اینم تفریق اندازی است دیگه. چی است این درباره نماز بگید که شما نماز قسم است، روزه فلان است، که صحیح است، اما درباره تفریق اندازی که شیعه چنین کرده سنی چنین کرده، نه یک تفریق اندازی است دیگه. دوست عزیز، منظور شما از تفریق اندازی چی است؟ یعنی الان وقتی که یک مذهبی، یک عقیده، یک اشتباهی داشته باشه، بیان کردنش یعنی گناه هست؟ اشتباه نیست محترم، اشتباه دیگه است که شما یک چیز حقایق بیان بکنین. مثلا حقایق شما بیان بکنید. در مورد نماز صحبت میکنیم. شما نماز روزانه چند بار میخوانید؟ 5 بار الحمدلله. خب شیعه 3 بار میخوانه. مشکلی نداره؟ مشکل نداره؟ مشکل داره، درست است. خب همین مشکل ببینید، خدا گفته که 5 بار بخوانید، پیامبر گفته 5 بار بخوانید، شیعه میاد 3 بار میخوانه، مشکل نداره؟ مشکل داره، بله. خب وقتی که اینو بیان بکنی گناه کردی؟ نه، این که بیان بکنی گناه نکرده. شما درباره مسائلی که میدونید که مثل مسائل مثلا خب این مسائل شیعه سنی نیست، مسائل سیاسی است اینا. بله. خب بیان کردن مسائل سیاسی مثلا گناه هست؟ شما الان نظر دارید مثلا شما نظر دارید، شما نگاه سیاسی به چه دلیل گناه هست؟ مسائل سیاسی به این خاطر گناه است که وقتی که بالای ایران حمله بشه، حمله بالای اسلام است، تنها بالای ایران نیست که حمله صورت بگیره. مثلا حکومت ایران یک لحظه حکومت ایران به نظر شما یک حکومت اسلامی است؟ بله خب چه خدمتی به اسلام کرده در 45 سال گذشته؟ خدمت نکرده باشه، خدای نخواستم ایران سقوط بکنه، کل کشورهای اسلامی سقوط میکنه، کل خاورمیانه دست اسرائیل میفته. یعنی چی؟ بله. چطور اگر ایران سقوط بکنه کل خاورمیانه به دست اسرائیل میفته؟ کی گفته به شما اینو؟ بله. ما میگم، کل مردم میگن، کل ملت میفهمد که
اگر خدای نخواسته ایران سقوط بکنه کل خاورمیانه در دست اسرائیل میفته. خب الان در یک شب آمد همه سران نظامیش کشت. چی شد؟ شما اصلا منطقه رو بدون ایران تصور بکنید، همه دنیا آرامی میشه. نه خیر، اگر ایران خدای نخواسته که مشکل سر ایران بیاید یک کشور اسلامی نمیمونه که آرام. خب الان این صحبت برادر عزیز، الان این صحبت یک صحبت سیاسی است. شما مشکلتان با شیعه و سنی است، مشکلتان با ایران است، مشکلتان با چی است؟ مشکل ما نه ایران است نه شیعه و سنی، مشکل ما همین است که شما در مسائل سیاسی بحث نکنید. مسائل سیاسی چشم رئیس، بعد از این ما فرمان شما رو گوش میکنیم دیگه، هر چی که شما امر بکنید همون رو اجرا میکنیم. تشکر از شما. بخیر باشید. سلام. عجب مردمی داریم ما. شما در این مورد صحبت نکنید. شما قیم من هستید، رئیس من هستید، فرمانده من هستید. شما چه کاره اید که به من تعیین تکلیف میکنید که در این مورد صحبت نکنید؟ دلم خواست در هر موردی خواستم صحبت میکنم. من نمیدونم بعضی از عزیزان ما چطور فکر میکنن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محمد انصاری صحبت. سلامت باشید، زنده باشید برادر عزیز. تشکر از شما. در باره همین وقتی چی میگن ختم میفرمان، همین ختم در یگان جامعه هسته، همین مسئله کم تا روشنی مینداخته. مثال در حق گذشته ها ختم میکنن، ختم میبخشن، ختم قرآن میگن. ببینید مثلا یک کسی فوت کرده باشد، قاب و خویشش جمع بشن، چند نفر ملا و داملا رو بیارند، با اونها پول بدن که شما قرآن رو ختم بکنید، بعد ثواب این رو برای مرده بنویسن. همچین مسئله نه در قرآن آمده است و نه در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید قرآن خواندن عبادت است، درست؟ الان شما قرآن خواندید، درست؟ من به شما پول بدم که شما قرآن رو ختم بکنید. این ثواب خواندن قرآن برای شما میرسد یا برای من میرسد؟ یعنی هر کس که قرآن میخواند ثوابش برای خودش میرسد، درست؟ بله به خودش میرسد. فقط فرزندان یک انسانی که از دنیا رفته قرآن بخوانند، ذکر بکنند و در حق پدر و مادری که فوت کرده است یا یکی از مردگانشان دعا بکنند، این دعا مستجاب است. الله سبحانه و تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم وعده دادن که وقتی که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاث، وقتی که یک انسانی میمیره دفتر اعمالش بسته می شود، درست؟ غیر از سه چیز ثوابش بعد از مردن به انسان میرسد. یکی صدقه جاریه، مثلا مسجد درست کرده باشد، کتابخانه درست کرده باشد، مدرسه درست کرده باشد، دانشگاه درست کرده باشد، پل درست کرده باشد، بیمارستان درست کرده باشد که مردم از او استفاده بکنن، این ثوابش برایش میرسد. دوم علم، مثلا کتابی نوشته باشد، یک اختراعی کرده باشد، یک خدمتی علمی به جامعه کرده باشد، ثواب این تا وقتی که این علم و این کتاب در بین مردم هست به او میرسد. سوم ولد صالح یدعو له، فرزند صالحی که برایش دعا بکند. یک نفر مثلا فرزند صالحی داره، براش دعا میکنه، قرآن میخوانه، بعد از خواندن قرآن انسان دعا بکنه، دعای انسان مستجاب است. اللهم اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین والمؤمنات، خدای منو بیامرز، پدر و مادرم رو بیامرز، خدای به اونها رحم بکن. این گونه دعا بکنه. اما این که 4 نفر رو جمع کنید، پول به آنها بدید و بشینن در یک اتاق ختم بکنن قرآن رو، بعد از اون برای اونها داخل پاکت پول بدید، شکمشان رو سیر بکنید، اونا بلندشن برن، این نه در قرآن است، نه در سنت است، نه صحابه این کارو کردن، نه تابعین، نه بزرگواران، نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. مثال طبیعی آدم در وقتی
ایدی رمضان و ایدی قربان مثلا یا همسایش یا مولاره میگه یا ختم قرآن در حق پدر نمیکنه خیلی بعد پول نمیمونه با این مقصد نمیگه همین قسامان بیتیم یا همین چی بیته مبلغ بیتیم حق پدر مادر تو ختم میکنم خیلی مثلا میفرمان خیلی مولا خیلی میکنه میبخشه کسای منزل میبخشه خیلی چیز پرسید مقصد اومدگی است. مثلا همه چیز نیامده در دین نیامده در قرآن و سنت نیامده برادر عزیز. بعد وقتی که حدیث پیغمبر آیا جدا خوندم که مقصد وقتی که انسان 3 بار سوره اخلاص سوره قل والله میخونه ثواب کامل یا ختم قرآن دریافت میکنه میگه همین خیلی حدیث بله مثلا کسی که سوره اخلاص بخونه مانند که قرآن کامل ختم کرده باشه، اما به معنی این نیست که قرآن کامل خوانده باشه. به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که در رمضان یک عمره انجام بده مانند این است که با پیامبر صلی الله علیه و سلم عمره انجام داده باشه. این به معنی این نیست که عمره از گردن انسان ساقط می شود. این ثوابش به همان اندازه است، یعنی ثواب کسی که سوره اخلاص بله برابر یا ختم قرآن بله درست است. بله درست است. بخشش یک دقیقه دیگه یک ما اکو از تاجیکستان هستیم، یک عالم تاجیکستان یا نواش گوش کردیم میگه وقتی که انسان به دلش بگذرانه زنا یا زنا بکنه یا که به دلش زنا رو بگذرانه نگه زنش طلاق میغلطه. هنو کلیپش هم 40 ثانیه هست در ما. نه این غلط هست. این غلط هست. در همین مسئله این غلط هست برادر عزیز. وقتی که انسان میگه به دلش گذران زنا رو میگه که زنا کرد زنش طلاق میشود. اگر کسی زنا کرد زنش طلاق نمیشه. اگر کسی فکر زنا را کرد زنش طلاق نمیشه. زنا یک گناه بزرگ است، یک جرم است. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم ما را منع کرده از این عمل زشت. ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. کسی که زنا میکنه مرتکب یک گناه خیلی بزرگ میشه. در حکومت اسلامی در شریعت اگر باشه باید اگر که ازدواج نکرده باید شلاق زده شود، اگر ازدواج کرده است حکمش این است که سنگسار می شود. اما اگر کسی فکر زنا رو بکنه، مثلا تصور بکنه در ذهنش که با یک زنی زنا کرده، تا وقتی که این عمل رو انجام نداده هست برای او گناهی محسوب نمی شود. هر وقت که انجام داد انسان یک گناه رو بعد از اون گناه محسوب می شود. شما شاید در 24 ساعت فکر خیلی از گناه ها رو در سرتان بکنید. انسان از شیطان وسوسه میکنه، انسان در فکرش تصور یک گناهی رو میکنه. آیا به خاطر این تصور کردن، فکر کردن گناهکار میشه؟ نه خیر. در حالی که بهتر این است که انسان همچین فکرایی نکنه. مثلا گاهی اوقات اگر به ذهن انسان فکر زنا، گناهی، معصیتی میاد، انسان استغفار بکنه، استغفر الله العظیم، استغفر الله العظیم بگه. بعد بسیارترگی آدم ها همه بعضی ملاها میگن که قرآن اکو همه ختم کردن نمیتونه، اکو بسیارترگی چیوش هم نمیدونن. مثال همون 6666 آیهش هم میگن، مثال یک سوره رو بخونی همون 6666 آیه قرآن رو برابر شد یا ختم میشه. در این مسئلهش چیه؟ ختم قرآن این است که شما از اول قرآن تا آخر قرآن را بخوانید. متوجه هستید؟ ختم میشود بعد از اون ختم می شود. اما کسی بیاد مثلا نصف قرآن را بخواند به اندازه نصف قرآن ثواب میبرد، یک آیه بخواند به اندازه یک آیه ثواب میبرد. بله. درست. و همچنین حتی در مورد سوره اخلاص کسی اگر سوره اخلاص که گفتیم قل الله احد رو، این رو اگر که یک انسانی یک بار بخواند که انه قرآن کریم رو ختم کرده است. حدیثی هست در این مورد که کسی که قل هو الله احد را میخواند به اندازه 1/3 قرآن است ثوابش. بله در این مورد حدیث صحیح هست. اما اینکه کسی که قل هو الله احد را بخواند ثواب ختم کامل قرآن را میگیرد، حدیث صحیح در این مورد وجود ندارد برادر است.
درست باشه. تشکر از شما. فقط سلامت باشید. زنده باشید. الله متعال حفظتون. یک بیننده عزیزی از طریق واتساپ پرسیدن که سلام برادرم، ما 2 نفر در یک جا زندگی می کنیم، نماز جماعت 2 نفر چگونه ادا می شود؟ ببینید، انسان اگر بیش از 1 نفر هستند، مثلا اگر 1 نفر هست و مسجد دور است، مسجد نزدیک نیست، نماز را به تنهایی می خواند مجبورن. اما بیشتر از 1 نفر باشند، 2 نفر باشند، 3 نفر باشه، با خانومش باشه، با فرزندانش باشه، بهتر است، واجب است که نماز را به جماعت ادا بکنن. نماز جماعت 27 مرتبه بیشتر از نماز فردی ثواب دارد. یک اجر و پاداش خیلی بزرگی است. 1 نفری که تلاوت قرآن کریم رو بلد است، چند سوره حفظ است از قرآن کریم، او پیش نماز شود و بقیه پشت سر او نماز بخوانند. روش این که بیش از 2 نفر چطور نمازشان را بخوانند، من در یک تصویری برای شما عزیزان در اینجا این رو بیان می کنم، دقت بکنیم. تصویر شماره 1 در اینجا که می بینید، اگر 2 نفر هستین، مثلا پدر با پسرش، برادر با برادرش، اصلا 2 نفر هم اتاقی هستن، 2 تا جوان هم اتاق هستن، در کنار همدیگر روی جای نماز وای میستن، در کنار همدیگر. بعضی عادت دارن که امام یک کمی جلوتر، مقتدی یک کمی عقبتر می ایستد. این در سنت وارد نیست. خیلی معمول است در بین مردم ببینید 2 نفر که میخوان نماز جماعت بخوانند باید در کنار هم بایستن، یکیش یک کمی عقبتر وای میسته. این نیست در سنت، باید برابر در کنار هم دیگه بایستن، پاهایشان با هم دیگر برابر باشد. در صورتی که پدر با پسرش هست، برادر با برادرش هست، 2 نفر عم اتاقی هستند، 2 تا رفیق هستند، 2 تا مرد در کنار هم دیگر می ایستن، نماز می خوانند. اگر 3 نفر شدن، در صورتی که 3 نفر شدن، 1 نفر امام می شود جلو وای میستد، 2 نفر دیگر پشت سر وای میستن. تصویر شماره 2 رو نگاه بکنید. اینجا نفری که امام است جلو وای میستد و 2 نفری که مقتدی هستند پشت سر وای میستن. گاهی اوقات اتفاق میافتد وارد مسجد میشوید، به این شکل 2 نفر دارن نماز میخوانند. کسی که طرف راست است به این میگن مقتدی، کسی که طرف چپ است بهش میگن امام. روش صحیح جماعت این است، اگر شما میخواهید وارد این جماعت شوید، دستتان را به شانه شخصی که مقتدی است به این شخص میزنید و او باید عقب برگردد، در کنار شما بایستد، امام پیش روی، 2 نفر پشت سر. بعضی این مسئله رو متوجه نمیشن، 2 نفر دارن نماز میخوانن، وارد مسجد میشن، به نماز جماعت نرسیدن، 2 نفر دارن نماز میخوانن، این هم شروع میکنه در یک گوشه مسجد به تنهایی نماز میخوانه. این درست نیست. باید در جماعتی که در اونجا هست شرکت بکنید، چون ثوابش 27 مرتبه بیشتر از نمازی است که به تنهایی خوانده شود. بعضیا مقتدی که در کنار امام هست اون رو صدا نمی کنن به پشت سر، به تنهایی می ایستند، شروع می کنن به نماز خواندن. این درست نیست. به تنهایی پشت سر یک امام ایستادن درست نیست. باید اون مقتدی که کنار امام است او رو بکشید عقب و با شما بایستد و امام پیش روی باشد. یک زن و شوهر است در خانه، زن و شوهر میخوان که نمازشان را با جماعت بخوانند. در این صورت زن در کنار مرد برابر نمی ایستد. تصویر شماره 3 رو ببینید. در این صورت زن پشت سر به تنهایی می ایستد و شوهر جلو به عنوان امام. مرد می تواند برای زن امامت بکند، زن نمی تواند برای مرد و یا مردها امامت بکند. زن می تواند برای زنها امامت بکند. مثلا 4-5 تا زن هستن، یکیشان پیش می شود، نماز رو به جماعت می خوانند. تصویر شماره 4 رو ببینید دوستان عزیز. اگر یک زن و شوهر با یک فرزند پسر هست،
فرزند پسر در کنار پدرش می ایستد، زن به تنهایی در پشت سر در سمت چپ شوهر می ایستد و به این شکل که در تصویر شماره 4 می بینید نماز خودشان را به جماعت می خوانند. اگر 2 فرزند پسر دارند و زن و شوهری هستند، پدر پیش روی به عنوان امام می ایستد، 2 فرزند پسرش پشت سرش و مادر در آخر در صف سوم. اگر 2 پسر دارن و 1 دختر دارن، در این صورت پدر پیش روی میشه به عنوان امام، 2 نفر پسراش که هستن 2 پسراش پشت سر و 2 به اصطلاح زن که یکیش دخترش میشه یکیش همسرش، اینا در صف سوم میستن. روش صحیح خواندن نماز جماعت در داخل یک خانواده به این شکل است. سعی کنید کسانی که در خانه هستن و گاهی اوقات از مسجد دور هستن، خاصه کسانی که در اروپا و در این مناطق زندگی میکنن از مساجد دور هستن، سعی کنید نمازتان را با همسرتان با فرزندانتان به جماعت بخوانید. به این شکل هم اونها روش نماز خواندن را یاد میگیرن و هم اجر و پاداش میگیرید شما. ولو که فرزندتون نابالغ باشه، مثلا 4 ساله است، 3 ساله است، 2 ساله است، بلد است، یعنی میتواند بایستد، با او یاد بدهید. گاهی اوقات شاید شوخی بکند، گاهی اوقات مثلا بازیگوشی بکند، مشکل نیست، این سرش داد نکشید، به قول افغان‌ها سیاست نکنید، در کنارتون نگرش دارید، تشویقش بکنید به نماز جماعت خواندن. اینطوری هم اجر و پاداش میگیرید. اگر فرزندتان به سن تکلیف رسیده باشد، یعنی بالغ شده باشد، اجرش برای خودش و شما هم اجر یک جماعت و امامت رو میگیرید. اگر به سن بلوغ نرسیده باشد و شما که او را تشویق میکنید و او را برای نماز خواندن، برای عبادت آماده میکنید، اجر و پاداش عبادتش برای شما هم میرسد. بر صورت این روش ها رو به یاد داشته باشید. همیشه سعی کنید که نمازها رو، ولو اینکه 2 نفر در یک اتاق هستید، در محل کار هستید، در هر جایی که امکانش باشه نمازتان را با جماعت ادا بکنید. تشکر میکنم از دوست عزیزی که این سوال رو پرسیده بودن. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد عزیز. علیکم السلام. سلامت باشید، زنده باشید. برادر که پیشتر هم بسیار گلگویی کرد از شما، والا ما را ایجا سعی کردم ما را خنده گرفت در اینا که حالا سر افغانی ها چی والا انداختشی ها هنوزم پشتیبانی از اینا در افغانستان پیدا میشه. درست. متاسفانه امرا هم از دستی اموز که افغانستان تا حال آرامی نشد، جنگ است از دستی همه رقم آدم است. درست. تشکر شما برادر عزیز. برادر عزیز یک سوال داشتم اگر وقت داشته باشین. بفرمایید. ما بعد از نماز جمعه درکات فرض نماز جمعه را میخوانیم در خانه بیاییم. امی درکات بعضی کسا میگن درکات در حدیث آمده است که درکات سنت باید در خانه دیگه بخوانی. آیا این صحیح است نیست؟ اصلا همه سنت ها را خواندنش در خانه بهتر است. آنچه که ثابت است این است که انسان سنت ها را در خانه بخواند. متوجه شدید؟ نماز فرض را در مسجد بخواند، سنت ها را در کجا بخواند؟ در خانه بخواند. قبل از نماز جمعه که واجب است، وارد مسجد که میشوید، ولو این که امام در حالت خطبه گفتن هم باشد، شما 2 رکعت نماز تحیه مسجد باید بخوانید. درست؟ این ثابت است. همچنین قبل از نماز جمعه اگر فرصتی بود، قبل از خطبه اگر فرصتی بود، سنت است که انسان 2 رکعت یا 4 رکعت نماز دیگر هم بخواند. بعد از نماز جمعه آنچه که در سنت صحیح از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ذکر شده است در احادیث مختلف، 2 رکعت هم ذکر شده است و 4 رکعت هم ذکر شده است.
و در حدیثی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث صحیحی که ثابت است، این است که بعد از نماز جمعه گفته من کان مصلیا بعد الجمعه فلیصلی اربعه بعد اربعه، یعنی کسی که میخواهد بعد از نماز جمعه رواتب یا سنت بخواند یا سنت بخواند، بهتر این است که 4 رکعت بخواند. مطلب تا گرفتم دیگه. یک از برادرها یک شکایت هم دارم که در دعاش هیچ مردم غزه را فراموش نکند. مردم غزه بسیار از مردم افغانستان میفهمیم که در ایراد یک کمک کرده از فعلا وطندارای ما. در مردم غزه چطور این اطفالایی که زیر چیز مانده، خانهایشان خراب شده، مادرایشان مرده، خودشان پدرایشان گریان میکنه، عشق میریزه و دل آدم تکه میشه. درست. ایتون نمیشد که یک حساب مثال زیر صفحه شماره شما میامد، حساب بانکیشان که ما میتونستیم از یک کمک کردن چه رقم؟ متاسفانه هیچ راه حساب بانکی کمک به غزه نیست و بعضی مؤسسات، بعضی کسانی هم که کمک جمع‌آوری میکنن از طریق واسطه هایی است که میفرستن. حتی راه های ارسال کمک از طریق مصر، از طریق کشورهای همسایه به غزه هم متاسفانه بسته است. الله سبحانه و تعالی یک فرجی، یک گشایشی بیاره و این ظالمین و طواغیتی که مرزها رو میبندن، حتی اگر کمک نمیکنن مرزها رو میبندن که حتی یک خوراکی و آب هم به مردم غزه نرسد، الله سبحانه و تعالی اینا رو نیست و نابود بکنه. یک موضوع دیگری هم به یادم آمد خدمت شما بیان بکنم که در حدیث آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بعد از نماز جمعه به خانه برمیگشتن 2 رکعت نماز سنت میخواندن. این هم در حدیثی روایت شده است. یعنی کار اشتباهی نیست، کار درستی است کسی خانه برگشت 2 رکعت نماز بخواند. دیگر پیام اینمی است که از جوانا، یک پیام آخر دارم از جوانا که این جوانایی که فعلا از افغانستان در اروپا برگشته، شما ایت فکر نکنین والا ما داعش نوشد دوجا گشتیم. یک روز پیش الله سبحانه و تعالی کلاگی ما جوابگر هستیم. به اندازه قدرت ما چند سوره میفهمیم، چند تا آیات میفهمیم. و خدا قسم است که کلاگیتان زیر یک روز به این جواب میتین. چرا که همسایتان خودتان میگردین، همسایتان دوست رفیقتان دین تشویق نمیکنین، دماج نمیگین به او تا به کی بگردیم. درست. بر زبان که هستیم این ما در کشور آسیا هستیم فعلا، تا توان قدرت ما میتونیم که در کس میرسانیم. این وظیفه ماست. تنها وظیفه استاد انصاری نیست که برسانه یک تا زنگ میزنه که تو این کارا نکنی، تو کارا تو چی کار هستی اصلا، تو دم خانه خود بشین بگذار که ما تا توان قدرت ما کسا را در دعوت صدا کنیم. درست. این وظیفه اسلامی ما. درست. تشکر شما برادر عزیز. تشکر شما. الله متعلق سن کنه. شما را همچنان. سلامت باشید. عمر دراز نصیب. زنده باشید. الله متعلق حفظ کنه شما. بیننده عزیزی در کامنت نوشتن که در مورد سوره کهف صحبت بکنید که چرا سوره کهف فضیلت داره خواندنش در روز جمعه. ببینید در احادیث مثلا تشویق شده به این که بعد از هر نماز سوره اخلاص رو 3 بار بخوانید، معوذتین رو هر کدامش رو، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس رو 3 بار بخوانید. در طول روز جمعه سعی کنید سوره کهف رو بخوانید و در احادیث متعددی در مورد فضایل خواندن بعضی از سوره قاف، سوره یاسین، سوره انسان، الله سبحانه و تعالی سوره‌ای رو که در اون به بعضی از مسائل خیلی مهم اشاره شده است رو برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردن که در روزهای معین بخوانید. سوره کهف رو خیلی تاکید شده برای اینکه در روز جمعه حداقل 1 بار انسان این سوره رو بخوانه. در حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت است که کسی که سوره کهف رو در روز جمعه بخوانه یا کسی که سوره کهف رو حفظ بکنه، در روایتی کسی که 10 آیه از سوره کهف رو حفظ بکنه، عصم من فتنه دجال، از فتنه دجال در امان میمانه. فتنه دجال
یک فتنه عظیمی است که در آخر الزمان رخ میده که انسانها رو در شک و شبهه میندازه، انسانها رو گمراه میکنه. در بیان اون زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان قیامت، زمان فتنه که است، میفرمایند که یک مرد، یک انسان شب مؤمن است، صبح کافر میشه، صبح مؤمن است، شب کافر میشه. چی از فتنه های دنیاست انسان رو گمراه میکنه. در مورد سوره کهف روایت های زیادی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد خواندن کل سوره کهف، در مورد خواندن جزئی آیاتی از سوره کهف آمده است. بیشترین فایده‌ای که در این خواندن این سوره ذکر شده، قضیه امان ماندن انسان از فتنه است. انسان را از وقوع در فتنه و فتنه دجال حفظ میکنه. یکی از فواید سوره کهف رو من خدمت شما عزیزان بیان بکنم. در سوره کهف عموما داستان یک تعدادی از جوانهایی است که موحدن، دعوتگرن، مسلمانن. اینها از دست یک طاغوتی فرار میکنن، از اینکه دینشان در خطر بیفتد، از اینکه در کنار ظالم و ستمگر بیستند، فرار میکنن، میرن در یک غاری، در اونجا میخوابند و بعد در اونجا میمیرند. در اونجا میمیرند و بعد از سالهای سال دوباره زنده میشوند. زنده میشن، میان که دنیا تغییر کرده، اون نسلی که در اون وقت بودن از بین رفتن و یک نسل جدید کردن آمده. من یکی از درس‌های بزرگی که در این سوره کهف هست رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم. سوره کهف به عالم ما، به دعوتگر ما، به تو جوان مؤمن، مسلمان، موحد، جوان عاقل، فهمیده، هوشیار، میخواد این را بگوید که یکی از فوایدش است: اگر جرأت این را نداری، شجاعت این را نداری، غیرت این را نداری، قدرت این را نداری که در کنار مظلوم بایستی و از ظالم دوری بکنی و در کنار ظالم نایستی، اگر همین قدرت رو نداری در جامعه، برو در گوشه خانه بشین. سیاهی لشکر ظالمان و فاسقان و طواغیت نشو. یعنی قرآن به تو میخواد بگوید که برو در یک گوشه‌ای، در گوشه خانه بشین، بمیر به تنهایی، لکن در کنار ظالم و ستمگر قرار نگیر. و من حکمت این که در هر روز جمعه باید این سوره رو بخوانیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید کسی که این سوره را هر روز جمعه بخواند از فتنه در امان میماند یا از فتنه دجال در امان میماند رو بعد از آمدن آمریکا در افغانستان فهمیدم. چقدر ملا، چقدر دعوتگرها، چقدر رهبران جهادی، چقدر قماندانهای جهادی، چقدر مجاهدین، کسانی که سالها جهاد کرده بودند، کسانی که عالم بودند، شیخ الاسلام بودند، رفتن در کنار حکومت اشغالگر، در کنار حکومت دست نشانده قرار گرفتن، سیاهی لشکر اونها شدن. در حالی که اگر اینا میرفتن تو اگر نمیتوانی بروی در مقابل اینها جهاد بکنی، حداقلش این بود که در گوشه خانه می نشستی، نمیرفتی در لوی جرگه شرکت نمی کردی، نمیرفتی در مجلس سنا شرکت نمی کردی، نمیرفتی عضو پارلمان نمی شدی، نمیرفتی در این حکومت کار نمی کردی. چرا؟ چون فردا وقتی اگر کسی از این حکومت انتقاد میکرد که این حکومت اشغالگرا هست، این حکومت دست نشانده است، مردم چی میگفتن؟ شیخ الاسلام فلانی در اینجاست، مولای صاحب فلانی در اینجاست، مولانا صاحب فلانی در اینجاست، فلان رهبر جهادی عضو پارلمان است. این یک درس بزرگی است که ما در سوره کهف میگیریم. اگر جای قدرت نداشتی، نمیتوانستی جلوی ظلم رو بگیری، نمیتوانستی جلوی ستم رو بگیری، نمیتوانستی در مقابل طاغوت بایستی،
حداقل کاری که میتونی این است که برو یک گوشه بشین، سیای لشکر ظالمین و فاسقین و طواغیت نشو، در کنار آنها نایست. اگر جرأتش رو نداری که حق رو بگویی، حداقل ساکت بشی. و متاسفانه فتنه بزرگی بود که علمای ما و دعوتگران ما، شخصیت‌های سیاسی، جهادی، مجاهدین ما با اون افتادند. نه تنها که ساکت ننشستند، بلکه بلندگوی آمریکایی‌ها شدند، بلندگوی ناتو شدند، بلندگوی دشمنان اسلام شدند. یا امروز در مورد غزه می‌بینیم تعدادی از انسان‌های مریض، سلفی نما یا از هر گروه دیگری، تنها این مشکل مثلا مدخلی‌های سلفی نیست، در همه گروه‌ها هستن. اگر نمیتوانی برادران و خواهران مسلمانت را در غزه کمک بکنی، حداقل زبانت را بر علیه آنها ببند. امروز بعضی از علما، بعضی از دعوتگران، نمیدانم حماس اینطوری است و فلان است و اینا این هستن و اون هستن و با فلان حزب هستن و افکارشان این است و آرایشان این است و فلان است. آیا امروز وقتی که مردم غزه در پی لقمه نانی هستن، قطره آبی هستن، شب و روز بر اونها بمباران میشه، کشته میشن، زخمی میشن، هیچ کسی هم ندارن که از اونها دفاع بکنه، آیا امروز وقت این است که تو بیای این مسائل رو مطرح بکنی یا نه وقت این است که تو باید دست کمک و همکاری به طرف اونها دراز بکنی؟ نه تنها این کار رو نمی کنن، بلکه میان بر علیه اونها صحبت هم می کنن. یکی از صفحه فیسبوک درست کرده، نامش هم فلان ابن فلان ابن فلان، مردم رو مثلا به اسلام دعوت میکنه. برید در صفحش ببینید از 10 مورد 8 موردش بر علیه حماس است. قبل از حمله اسرائیل به غزه این هیچی ساکت بود، هیچ در این مورد صحبت نمیکرد. بعد از اینکه اسرائیل به غزه حمله کرد، یا آمده شروع کرده بدگویی حماس. آیا فعلا وقت همین حرفاست که تو باید بیای بدگویی حماس رو بکنی؟ این آدم، ببینید این سوره ها رو خواندن این نیست که شروع کنید بخونید الحمدلله سوره کهف رو خواندم تموم شد، به ثوابش رو گرفتم. شروع کنید از اول قرآن تا آخر قرآن مثل با سرعت برق بخوانید، بله الحمدلله قرآن رو ختم کردم. یا لحظه پیشتر برادر ما که سوال کردن قرآن 4 تا قاری رو بیارید در خانه، الله اکبر دعا بکنید، چی شد؟ قرآن ختم شد، پولم بدی برو. آیا هدف از خواندن این سوره ها، خواندن قرآن کریم، ختم قرآن کریم این است که تو فقط این الفاظ رو بخوانی؟ نه خیر. هدف این است که تفکر بکنی، تدبر بکنی. الله متعال افلا یتدبرون القرآن، در قرآن کریم میگه آیا تدبر نمی کنن، فکر نمی کنن، نمی اندیشن در این قرآن؟ این آیات، این سوره ها برای این است که ما در این آیات تفکر بکنیم، تعقل بکنیم، تدبر بکنیم. به نظر من و نظر علما بوده در طول تاریخ، امروز یک از مصیبت‌های ما زیاد شدن قاریای قرآن است. در یک برنامه ذکر کردم که یکی از علامات قیامت، حالا قاریای قرآن ناراحت نشوند، یکی از علامات قیامت زیاد شدن قاری قرآن است. قاری یعنی چی؟ کسی که فقط قرائت میکنه. شما یک متن رو بنویسید، به یک نفری بدید، بگید تو اینو قرائت بکن، اون اصلا روح این متن شما رو اصلا خبر نیست که چی است، فقط بیاد این رو جلوی میکروفون بخونه. مثل که یک نفر یک شعر رو بهش بدید بره سر استیج دکلمه بکنه برای مردم، از روح این مطلبی که نوشته شده اصلا آگاه نیست. امروز قاریان متاسفانه همین است، قرآن رو حفظ کرده، فقط منتظر این است که کی یک نفر میمیره که برن در خانهش ختم قرآن بکنن. ثانیاً آیا قرآن برای زنده هاست یا برای مرده ها؟ قرآن برای زنده هاست که به این کتاب عمل بکنن. او کسی که مرده خلاص نامه اعمالش بسته شد رفت. تو که میلیون ختم قرآن سر قبرش بکنی و او جهنمی باشه، از جهنم نجات پیدا نمیکنه. طرف در زندگیش 1001 فسق و فجور کرده، یک بارم سجده نکرده، وقتی که مرد نوار عبدالباسط رو روشن میکنن، صبح تا شام قرائت تلاوت، قاری ها رو جمع میکنن بخوان.
شما فکر میکنید با این کار او از آتش جهنم نجات پیدا میکنه؟ هرگز. این آیات، این سوره ها خواندنش در روزهای معین، در اوقات معین به خاطر این است که ما در معانی این آیات تفکر بکنیم. شما وقتی سوره کهف رو میخوانید، یک جمعه سوره رو بخوانید از اول تا آخر، یک جمعه دیگر گوش بکنید، یک قاری خوش صدایی رو بگذارید بخوانه، شما گوش بکنید که تلاوت درست و صحیحش رو یاد بگیرید. جمعه سوم یک تفسیر رو بردارید، از اول تا آخر ترجمه و تفسیر این سوره رو بخوانید، ببینید که چه درس هایی میگیرید بعد شما از خواندن و فهمیدن معانی و تفسیر این سوره مبارک. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام باشید استاد انصاری عزیز. الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشه. سلامت باشید. آمین. از شما هم. سلامت باشید. شما اشاره کردید به یاران غار، یعنی اصحاب کهف. بله. که فرمودید از این که یعنی دوچار طاغوتیان نشن یا بدام طاغوتیان گرفتار نشن یا در طغیان این طاغوتیان همکار نباشن و خلاصه از ترس این رفتن فرار کردن و در غار به لطف الله سبحانه و تعالی 309 سال اونجا ماندن. حالا خوابیدن یا مردن دیگر الله سبحانه و تعالی بهتر میدن. درست. ولی امروز موضوعی که در کشور علی خصوص ایران هست، امامان جمعی هستن که از طریق این رژیم جنایتکار گماشته شدن. همونطور که من خودم شخصا در شهرستان‌های دور و بر خودم و شهرستان خودمون این منافقان رو از نزدیک دیدم و میدونم که چطور با وظیفه‌شون چیه که فقط تلاش بکنن تا این رژیم جنایتکار سر پا بمونه. یعنی فقط در تعریف و تمجید این رژیم هستن. اگر گهگاهی مذمت این رژیم رو میکنن، من میدونم که در خود این رژیم افرادی هستن که خیلی سخت‌تر و بدتر از این علمای منافق، از این امامان جمعه خودفروش این رژیم رو مذمت کردن و حتی فحش‌های رقیق نیز به این رژیم حواله کردن. یعنی خیلی سریع در تلویزیون ها و خلاصه چیزهایی که رسانه‌هایی که دستشون هست این رژیم رو نقد میکنن و کسی هم بهشون چیزی نمیگه و این یک توطئه است و یک فریب از جانب این امامان جمعه گماشته شده که مثلا میگن از یک طرف مردم رو گمراه میکنن، مثلا در انتخابات این رژیم شرکت بکنن، یا اینکه این رژیم رو به هر صورت تعریف بکنن فلان نمایندهش خوب است، فلان استاندارش خوب است، فلان رئیس جمهورش خوب است. از یک طرف گاهگاه در منبر رسول الله صلی الله علیه و آله میشینن و میگن نه این حکومت نباید این کارو بکنه، زندانی سیاسی رو آزاد بکنه. از این سخنان بلا نسبت شما یاوه، یعنی گرد به رویتون، از این سخنان یاوه زیاد میگوید. ببینید من این یک گلایه هم دارم از شبکه‌هایی که به هر صورت شبکه‌های توحیدی هستند. چرا شما واقعا میشینید سخنان این منافقان رو به خانه‌های مردم میبرید؟ وقتی که من واقعا شاهدم دیدم که به وسیله این امامان جمعه گماشته شده خون مسلمانان ریخته شده، واقعا من نتونستم دوام بیارم و من از جمله کسانی هستم که میشه این جنایتکاران رو نقد میکنم. میگم جنایت زیرا که این اشخاص وسیله شدن تا این رژیم بقا پیدا بکنه و این رژیم هم فقط یک تکلیف داره، مسلمان کشی و مظلوم کشی. یعنی واقعا سیاستی که غرب علاوه خصوص آمریکا، یهودیان یعنی یهود و نصارا و همه بیدینان بی خدایان ریختن برای پیروزی حکومت جلاد و جنایتکاری مثل حکومت شیعه در کشور ایران. این سیاست پسترین سیاست بوده. تا امروز اینا همیشه تلاش میکنن که این رژیم جنایتکار سر پا بمونه، چرا که واقعا خیلی خوب تونسته در قالب دین اسلام به مسلمانان ضربه بزنه. البته که نمیتونه به اسلام ضربه بزنه ولی مسلمان کشی میکنه. و از طرف دیگر تونسته امامان جمعه که شما حالا اشاره کردید مدخلی هستن، نمیدونم صوفی هستن، حالا چه چیزی هستن فقط الله سبحانه و تعالی میدونه، اینا به طرف این طاغوتیان کشیده میشه و فقط تلاش میکنن این طاغوتیان زنده بمونن، زیرا که میترسن اگر این طاغوتیان نباشه بساط اونها هم جمع میشه. یعنی والله بالله تعالی فقط برای اینه که
اینا در مقطعی که این رژیم گذاشته شون، حالا امام جمعه هستن، حالا کار به دست هستن، حالا هر کسی هستن، تعدادی از افراد براشون کف میزنن، اورا میکشن، یه پولی دستشون میاد یا حالا یه موقعیت اجتماعی کسب کردن، تنها و تنها این موقعیت اجتماعی براشون مهمه. نه تنها مثل این که این جوانان غار این چیزا براشون مهم نبود، بلکه فقط توحید براشون مهم بود و رفتن و آواره شدن و در این غار خوابیدن و الله سبحانه و تعالی 309 سال آنها را خواباند. مثلا به قولی که شما گفتید اگر نمیتونی در برابر طاغوت بیستی، برو گوشه خانه خودت بمیر. یعنی واقعا این کار برای اون خیلی خیلی تا اینکه کاری بکنه، تلاش بکنه یک طاغوت در قدرت بمانه، این طاغوت مسلمان کشی بکنه یا حتی قطره خونی از جسم و بدن یک انسان مسلمان، یک انسان مظلوم چکیده بشه. زیرا که این کسی که همکاری میکنه با این طاغوت تا قیام قیامت در جنایت این طاغوت شریکه. ببینید این حکومت پس سال 1401 به مسجد مکی زاهدان حمله کرد، مسلمانان رو کشت. قاتلان همین مسلمانان رو امام جمعه مسجد مکی زاهدان شهید گفت. بعد از اینکه این رژیم یهودیان جنایتکار اومد و کشور ایران رو مورد تجاوز قرار داد و این بزرگان سپاه شیعیان رو دست و پار کرد، این احمق بلا نسبت شما اومد گفت اینا شهید شدن. آخه واقعا این انسانیت، این اسلامه، این دینه. بعد یک شبکه توحیدی میاد سخنان این جنایتکار رو به خانه های مسلمانان میبره. من واقعا از این نظر من انتقاد میکنم و انتقاد خودم رو به حق میدونم، زیرا که من در اینجا بحث فقط بحث خون مسلمانان و خون مظلومان است. مگر 46 سال فلان امام جمعه فلان به هر صورت مسلمان پشت این رژیم جنایتکار ایستاده، این برای مسلمانان منفعتی داشته یا غیر از این که بیشتر و بیشتر هر روز بیشتر و بیشتر مسلمانان کشته شدن؟ فکر میکنید این مردم مظلوم افغانستان، این مسلمانان افغانستان که در کشور ایران مهاجر و پناهنده بودند، امروز با این شیوه توسط این رژیم جنایتکار از کشور رانده شدن و حقوقشون ضایع شده و بهشون بی احترامی شده، مسببش کیه؟ مسبب اول این رژیم، کسانی که پشت این رژیم ایستادن و اینا همه به هم مربوطه. و ما میدونیم که الله سبحانه و تعالی هیچ حقی رو ناحق و هیچ ناحقی رو حق نمیکنه. و من برای این سخنان رو هر روز تکرار میکنم، همیشه تکرار میکنم و شما هم صراحتا اینها رو گوشزد کنید به مردم که کسانی هستن در لباس مسلمان، حالا مدخلی هستن، هرچی هستن، صوفی هستن، میل خودشونه، ولی به وسیله سخنان این انسان ها، به وسیله تلاش انسان ها، خون مسلمانان به ناحق ریخته میشه. خب استاد انصاری، من بیشتر از این وقتتون تشکر از شما، زنده باشید. تشکر برادر عزیز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این بیننده عزیز و گرامی. عزیزی در کامنت های صفحه یوتیوب نوشتن که 12 خلیفه بعد از پیامبر چه کسانی هستند که پیامبر فرمودن از قریش هستند. ببینید شیعیان یک مشکلی دارن، هر جا که عدد 12 رو دیدن فکر میکنن که 12 امام است. مثلا به یکیش میگفتم که دلیل از قرآن هست برای 12 امام؟ گفت بله، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، تعداد ماه‌ها در نزد الله متعال 12 ماه هست. خب چه ربطی داره؟ یعنی هر جایی که 12 تا یعنی مثلا 12 تا یخچال بود به معنی این است که 12 تا امام است، یا 12 تا انسان بود به معنی 12 تا امام است. و اینا از این حدیث کلمه 12 رو میگیرن فقط. اگر شما ازشون بخواید که همون حدیثی که درش 12 خلیفه آمده همون رو کامل بخوان، اکثرشون نمیدانن. حدیث این گونه است، من متن حدیث رو خدمت شما عزیزان اینجا میارم. نص حدیث این است که جابر ابن سمره روایت میکنه که دخلت مع ابی علی النبی صلی الله علیه و سلم، با پدرم پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل شدم. فسمعته یقول، شنیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ان هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. این اسلام دوام پیدا میکنه، یعنی این عزت و مجد اسلام دوام پیدا میکنه تا وقتی که 12 خلیفه بر مسلمانان حکومت بکنن. خوب توجه بکنید، عزت اسلام حکومت کردن 12 خلیفه. قال ثم تكلم بكلام خفی علی، بعد از اون حرف فرمودن که من نشنیدم،
از پدرم پرسیدم فقلت لابی ماذا قال ما قال، چی فرمودن رسول الله صلی الله علیه و قال كلهم من قریش، فرمودن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که همه اینها قریشی هستند. یعنی چی؟ از نسل قریش هستند. روایت بخاری. لفظ دیگرش که میاد میگه که لا یزال الاسلام عزیزا الى 12 خلیفه، اسلام عزیز است یعنی قدرتمند است، قوی است، با مجد است، با عظمت است تا وقتی که 12 خلیفه حکومت میکنند. در لفظ دیگر لا یزال هذا الدین عزیزا منیعا الى 12 خلیفه، این دین قدرتمند است، عزیز است، با اقتدار است، با عزت است تا وقتی که منیعا یعنی در امان است، مسئول است از فروپاشی و از بین رفتن، تا وقتی که 12 خلیفه حکومت میکنن. در لفظ دیگری میاد که یکون 12 امیرا فقال کلمه لم اسمعها قال ابی انه قال كلهم من قریش. بعد از اون فرمودن که تا وقتی که 12 امیر باشد، در یک روایتی 12 خلیفه است، در جای 12 امیر است. علما برداشتشون از این روایت هایی که با الفاظ مختلف آمده این است که در جاهای مختلف رسول الله صلی الله علیه و سلم این رو ذکر کردن. 12 امیر گفتن، 12 خلیفه گفتن. خلیفه و امیر عموما به کسانی ذکر میشه که اینا صاحب سلطه و قدرت باشن. امیر به کسی میگن که صاحب قدرت باشه، امارت دستش باشه، رئیس جمهور باشه، حاکم باشه، پادشاه باشه. اشاره در همه روایت ها به عزیز بودن یعنی با عزت بودن اسلام میکنه، به معنی این که در زمان این 12 خلیفه اسلام عزیز است، با عزت است، با قدرت است، تمکین داره. و روایت های دیگری هم در این مورد با الفاظ مختلف آمده که آنچه که ذکر کردم روایت صحیح است. شیعه تا این کلمه 12 رو میشنوه، دیدی 12 تا امام ماست، در حالی که خیلی یک قیاس مع الفارق است، یک دلیل کاملا بیجا است. اولا این حدیث در نزد اهل سنت است. اگر منظورش 12 امام بود این حدیث ماست، ما باید بهتر از شما بفهمیم این رو. ما نفهمیدیم، شما فهمیدید. وانگهی از 12 تا امام شما که شما به این حدیث اونها رو میچسبانید، کدام یکی از اینها خلیفه بودن یا امیر بودن؟ غیر از سیدنا علی هیچ کدومشون. امام حسن فقط 6 ماه. بعد از اون هیچ کدام از امامان 12 گانه شیعه به عنوان امیر یا خلیفه در بین مسلمان ها حکومت نکردند. اشاره حدیث صریح است که در زیر سایه این امیر یا این خلیفه اسلام با عزت است، اسلام با عظمت است، با قدرت است. مسئله دیگر این که در زمان کدام یک از امامان شما اسلام عزیز و با قدرت بود از نگاه شما؟ در زمان هیچ کدام. چون در زمان امامان شیعه حکومت دست کیا بود؟ دست نواصب، دست اهل سنت. حکومت غصب شده بود، یعنی حق این امامان غصب شده بود. پس اینایی که در رأس حکومت بودن اینا تعدادی غاصبین بودن و به نظر شیعه اینا اصلا مسلمان نبودن. در حدیث میگه که اسلام با عزت و با قدرت است. پس در زمان امامان شیعه نه اسلام عزت داشته نه قدرت داشته بر اساس فکر شیعه. در زمان ابوبکر و عمر و عثمان که خلافت غصب شده بوده، اونا خلیفه های غاصب میگن اونا رو. اعتقاد شیعه این است. زمان حضرت علی که بیاییم، که حضرت علی رو میگن که اولین این 12 نفر است. اوکی، قبول کردیم. در زمان حضرت علی اسلام کجا عزت داشت؟ همه جنگ های داخلی بود. جنگ صفین جنگ داخلی، جنگ جمل جنگ داخلی، جنگ با خوارج، آخرش هم که حضرت علی در مسجد به شهادت رسید. نه اسلام عزتی داشت در اون موقع، نه قدرتی داشت. عزت و قدرت اسلام در زمان ابوبکر بود، در زمان عمر بود، در زمان عثمان بود. در زمان حضرت علی کلا حکومت اسلامی در یک هرج و مرج و آشوبی بود. به خاطر همین در زمان حضرت علی ما می‌بینیم هیچ فتوحاتی نیست،
هیچ قدرت نمایی از مسلمان ها نیست، همش جنگ های داخلی است. بعد از حضرت علی دوباره دوران مجد و عظمت اسلام شروع شد. در زمان معاویه مدتی، در زمان یزید متوقف شد، بعد از اون در زمان خلفای بنی امیه، در زمان بعضیشون یعنی کمی اسلام یعنی در حالتی قرار داشت که نمیشد مقایسه کرد با دوران مجد و عظمت گذشته. بعد از بنی امیه بنی عباس آمدن. در بعضی از خلفای بنی عباس می‌بینیم که اسلام قدرت می‌گیره، مثلا در زمان هارون الرشید، در زمان ابو جعفر منصور، در زمان بعضی از مثل مأمون و معتصم، اینها می‌بینیم که نه، مسائل داخلی، افکار انحرافی شروع میشه. پس چسباندن این 12 امیر و خلیفه‌ای که در حدیث اهل سنت ذکر شده به 12 امام شیعه اصلاً به عقل جور در نمیاد، به تاریخ جور در نمیاد، به هیچ دلیل و منطقی جور در نمیاد. پس اینا کی هستن؟ ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اسلام عزت دارد، اسلام قوی است، اسلام قدرت دارد تا وقتی که 12 خلیفه حکومت کرد. رأی صحیح و دقیق این است که این 12 نفر تا قیامت 12 نفری در بین مسلمان ها حکومت میکنن که در زمان اونها اسلام عزت و مجد و عظمت و قدرت خواهد داشت. حالا چند تاشون گذشتن، چند تاشون نگذشتن، الله اعلم، الله سبحانه و تعالی بهتر میدانه. و امکان داره که یکی از این 12 نفر مثلا 100 سال بعد بیاد، یکی از این 12 نفر 1 سال بعد بیاد، یا 1 سال قبل اومده، ما چی میدانیم؟ مهم این است که صفاتشون این است که در زمانی که اینها حکومت میکنند اسلام عزیز است، با عزت است، با قدرت است. پس اینا هر جایی که کلمه 12 دیدن چشم و گوش بسته میدوند که هر سیبیلویی که دید فکر میکنه باباش است. این اشتباه این هاست، چون دلیلی برای امامت ندارن از قرآن و سنت، فقط میچسبن به همین روایت های اهل سنت و اون رو بر اساس هوا و هوس خودشان تفسیر میکنن. بیننده از این نوشتن که شماره تلفن شما از انگلیس است. بسیار جالب است استاد انصاری و انگلیس مکار. بیننده عزیز، همین یوتیوبی که شما دارید از اونجا کامنت میدید به ما، چون شماره ما از انگلیس هست، ما یعنی با انگلیس هستیم، همین یوتیوب هم از یهود است. صاحب یوتیوب و فیسبوک و توییتر و اینها شرکت هایی هستن، مؤسساتی هستن که اگر حتی در رأسشون مسیحی هم باشه، مسیحی های صهیونیست هستن، همکار اسرائیل هستن، با اسرائیل کمک میکنن. پس به این معنی است که چون که شما یوتیوب یهود رو استفاده میکنید شما با یهود هستید. یک طرف قضیه. ثانیاً من همین شماره که اینجا نوشته 2044 کد انگلیس هست، میتونم اینجا 201 بزنم، 2093 بزنم، 2098 بزنم. برنامه ای است، دوستان اگر میخوان برن سرچ بکنن، برنامه ای هست اونجا، شما هر شماره ای رو که از هر کشوری که بخواید برای شما میفروشن. بعضی از کشورهای اروپایی مثل انگلستان شمارهشون خیلی راحت شما میتونید بخرید، هم به عنوان واتساپ استفاده بکنید، هم حتی میتونید به عنوان تلفن در دفترتون استفاده. مثلا این تلفنی که میبینید، این تلفن، من در هر گوشه دنیا باشم به وسیله این تلفن با همین شماره شما زنگ بزنید، تلفن من به اینترنت وصل باشه، اینا رو بهش میگن آی پی تلفن. من میتونم از طریق این تلفن جواب شما رو بدم. پس شماره تلفن یک کشوری رو داشتن به این معنی نیست که شما در اون کشور زندگی میکنید یا به اصطلاح نوکر اون کشور هستید. حالا کسی فیسبوک استفاده کرد، یوتیوب استفاده کرد، به این معنی است که این با یهود است، با صهیونیستاست یا با نصرانی هاست. چون صاحب شرکت یوتیوب که دیگه امیرالمومنین که نیست، شرکت یهودی مسیحی است. تشکر میکنم از دوستان عزیز. بیننده عزیزی از تاجیکستان سوالشون این است که
میگن که در هجرت زندگی میکنن، در روسیه زندگی میکنن و به همراه شوهرشون و برادر شوهرش، خانم این سوال رو پرسیدن، برادر شوهرشون در اونجا همراه شوهرشون زندگی میکنه و گاهی اوقات وقتی که شوهرشون خونه نیست میاد خونه، میخوابه، استراحت میکنه، غذا طلب میکنه اینا. و اینکه حتی اگر شوهرش هم باشه، این برادرش، چون برادر بزرگش هست، در تاجیکستان اکه میگن، برادر بزرگ اکش میاد و خلاصه در خونه به همراه اینها زندگی میکنه. و ایشون میگه که از نگاه شرعی این چه حکمی داره؟ آیا من میتونم مثلا خدمت برادر شوهرم رو بکنم، براش غذا ببرم یا لباساش رو بشورم یا که خلاصه خدمتش رو بکنم؟ ببینید، یک مسئله رو ما باید در اینجا از نگاه عرف و عادات اجتماعی اینا رو بگذاریم کنار. وقتی حکم الله و رسول بیان میشه، حکم دین بیان میشه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یک مسئله رو بیان میکنن، ما دیگه در اونجا باید این عادات و تقالیدی رو که داریم اینها رو باید کلاً بگذاریم کنار. در مورد این خویشاوندان شوهر، از برادر گرفته تا عموی شوهر، دایی شوهر، قوم و خویش مرد شوهر، همه اینها رو در موردشون یک حدیث خیلی زیبایی هست از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که خدمت شما عزیزان بیان میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم یک روزی صحابه نشسته بودن اطرافشون، گفتن ایاکم و الدخول علی النساء، وای به حالتان اگر که بر زنها وارد شوید، یعنی زنهایی که به شما محرم نیستن، بر اونها وارد شوید. فقال رجل من الانصار، یک کسی از انصار، یک صحابی از انصار گفت که یا رسول الله افرأیت الحمو، در مورد خویشاوندان شوهر چی؟ یعنی برادر شوهر، عموی شوهر، یا به اصطلاح افغان‌ها کاکای شوهر یا تقای شوهر یا دایی، ماما به اصطلاح در افغانستان بهش میگن، به دایی. نظر در مورد اونها چی است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن الحمو الموت، اینها مرگ هستند برای یک زن. یعنی چی مرگ هستند برای یک زن؟ یعنی مرگ دین است، مرگ عفت است، مرگ حیاست. چرا؟ وقوع در گناه و معصیت با اقربا، با خویشاوندان شوهر خیلی آسانتر است، چون اینا خویشن. زن در خانه نشسته، در تق تق میشه، کی هستی؟ والا فلانی. کی هست؟ برادر شوهرش. در رو باز میکنه، برادرم کجاست؟ نیست خونه. بفرمایید خونه. براش لیوان چای میاره، میشینه تو خونه، بعد با هم دیگه قصه رو شروع میکنن. چه بسیارن خانوادهایی که به همین وسیله با برادر شوهر، با عموی شوهر، با دایی شوهر این زن مرتکب گناه و معصیت شده. چون برادر شوهر، قوم و خویش شوهر خیلی راحت میان وارد خونه میشن، کسی اونا رو نمیتونه منع بکنه. این حکم دین است برادران و خواهران عزیز، کسی ناراحت نشه. والله من به طرف مثلا زن برادرم که به دید بد که نگاه نمی کنم، دل من پاک است. ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم همسرانشان پاکترین زنان دنیا هستند. کسی شک داره در این؟ پاکترین زنان دنیا. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین مردان دنیا هستند. کسی شک داره در این مورد؟ الله متعال به پاکترین مردهای دنیا میگه که وقتی از پاکترین زنان دنیا چیزی رو میخواهید، پشت در خونه‌شو میرید، از اونها چیزی رو طلب دارید، چیزی از اونها میخواهید، از پشت حجاب بخواهید. یعنی چی؟ از پشت پرده بخواهید. فاذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب، اگر از اونها چیزی خواستید از پشت پرده بخواهید.
کسی مثلا زنی میتونه امروز بگه که دل من از دل فاطمه و عایشه و حفصه و ام سلمه و همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم پاکتر است؟ آیا مرد امروز میتونه ادعا بکنه که دل من از دل ابوبکر و عمر و عثمان و علی و حسن و حسین و طلحه و زبیر و صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و رضی الله تعالی عنهم پاکتر است؟ این حکم است برادران و خواهران عزیز. حکم که صادر شد به دل تو نگاه نمیکنه که دل تو پاک است، به دل من نگاه نمیکنه که دل من پاک است، یا به دل اون نگاه نمیکنه که دلش ناپاک است. حکم یک حکمی است. دل پاک، دل ناپاک باید به این حکمی که الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان کرده سر تسلیم فرو بیاری. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. یعنی برای هیچ زن و مرد مسلمانی جایز نیست که وقتی الله و رسولش حکمی رو صادر میکنه بگن والله ما اینطوری هستیم، ما اینو میخوایم، ما اونو میخوایم، نه اینطوری اینجاش اینطوری است. نه، آمنا سلمنا، تمام حکم است، اینجا باید قبول بکنیم. به خاطری که جوامع، خانه ها، خانواده ها، زن و شوهر عفت و پاکدامنی و اون به اصطلاح شیرازه خانواده حفظ بشه، الله سبحانه و تعالی از یک سری مواردی منع کرده. از اون جمله این است که روابط یک زن در یک خانه با خانواده شوهرش با نامحرمات داخل یک چارچوب شرعی باید باشه. به این معنی که اگر شوهرش خانه نیست نباید هیچ مرد نامحرمی رو اجازه بده که وارد خونه بشه. اگر یک مهمانخانه‌ای دارند، مثلا در افغانستان مهمانخانه دارن، عموما در اطراف در افغانستان در مهمانخانه باز است و از داخل مهمانخانه به داخل خانه راه است و اون در بسته است. مهمان عادتا میاد در مناطق تخار و اینجا در شمال افغانستان، خاصا این خیلی حتی در جنوب افغانستان هست. طرف وارد میشه، میبینه در مهمانخانه باز است، وارد میشه، میشینه اونجا، صدا میکنه که مهمان است. صاحب خانه نمیپرسه که کی است، شاید قوم و خویش باشه، شاید هم بیگانه باشه، دست پسر کوچکی، دختر بچه کوچکی غذای چای چیزی میفرستن، مهمان چایش و غذاشو میخوره، اگر ماندنی بود میمانه، رفتنی بود میره. این یک عادتی است که وجود داره. اما نه، درو باز کنه بیاد داخل خونه، این زنم مثلا با همون لباسی که در خانه است یک چادری سرش بکنه، بیاد بشینه، بله سلام علیکم، خوش آمدید، چه خبرها، همه خوب. این جایز نیست. این در دین جایز نیست. الله سبحانه و تعالی این را منع کرده و هیچ مرد با غیرتی نباید به کسانی که نامحرم هستند برای همسرش اجازه بدهد که در غیاب او وارد خانه او شوند، ولو برادرش باشد، کاکا باشد، عمو باشد، ماما باشد، دایی باشد، پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی. همه اینها اگر تو مردی میتوانند با همسرت ازدواج بکنن. حتی در همین الان اگر تو همسرت رو طلاق بدهی، برادرت میتواند با او ازدواج بکند. عمو و دایی و پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی میتوانند با او ازدواج بکنن. پس همسر تو، هر کسی که میتواند با همسر تو ازدواج بکند اگر تو همسرت را طلاق بدهی یا اگر تو بمیری، این نامحرم محسوب میشود. کیا محرم هستن برای همسر تو؟ برادرش، برادر خودش، عموش، داییش، برادرزادهش، خواهرزادهش، عموزاده و داییزاده و اینها. کسانی که ازدواج همسرت با آنها ممنوع هست، کسانی که همسرت نمیتواند با آنها ازدواج بکند. بعضی این که آمده است که پسر عموم است، پسر داییم است، عموم است، داییم است، فلان است، برادرم هست. برادر عزیز، کسی که نسبت به محارمش، یعنی نسبت به خواهرش، مادرش، همسرش غیرت نداشته باشد. غیرت یعنی چی؟ یعنی نامحرمی بر آنها داخل شود، نامحرمی آنها را ببیند، نامحرمی با آنها بنشیند، این اصلا حس نداشته باشد، غیرت نداشته باشد، به این انسان در شریعت میگن دیوس.
خیلی از زنهایی بودن که با برادر شوهر، با عموی شوهر، با دایی شوهر وارد روابط نامشروع شدن. سبب چی بوده؟ در خانه باز بوده، هر موقع دلشون میخواست وارد بشن. برادر عزیزی که اجازه میدی که اینها وارد خانه تو شوند، زن ضعیف است، انسان مرد هم ضعیف است. این شیطان یجری بابن آدم مجرى الدم. شیطان مانند در خون در رگ‌های انسان در حرکت است. تو وقتی که به اونها اجازه میدی که وارد خونه تو شوند، هیچی که نکنن. حالا ما نمیگیم که حتما همه مرتکب زنا میشن. همین که به طرف همسر تو نگاه میکنه، با نگاه شهوت نگاه میکنه. این رو نگید که والله نه این برادر من از به زن من به نگاه شهوت نگاه نمیکنه. این دروغ است. اگر برادر تو به همسر جوان تو به نگاه شهوت نگاه نمیکنه، اون مرد نیست. زین للناس حب الشهوات. این شهوت رو الله سبحانه و تعالی در وجود هر مردی قرار داده. این وجود داره، تو نمیتونی این رو انکار بکنی. کسی اگر بگه که نه این در وجود من نیست، این مرد نیست. اما انسان چطور این رو میتونه کنترل بکنه؟ با ایمان کنترل میکنه. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بگو به مؤمنین که چشمانشان را بپوشند. اول به مرد امر میکنه که چشمانش رو بپوشه، نه اینکه چشمش رو اینطوری ببنده کور بکنه خودشو، نه، یعنی سرش رو بندازه پایین نگاه نکنه. یا کسی که حتی ایمان نداره، وجدان داره، شرف داره، حیثیت داره، به طرف محارمش، زن برادرش، زن عمو، دایی، قوم و خویشش که از محارمش هستن، غیر محارمش هستن، به دید شهوت نگاه نمیکنه. یک مسئله اخلاقی است. وقتی که با دین یکی میشه، قوت ایمان این رو قوی تر میکنه. اگر دین نباشه، اخلاق باشه، حیثیت باشه، وجدان باشه، شرف باشه، طبیعتا در انسانهایی که شاید بیدین باشه اما وجود داره در این. اما این که بگیم همین انسان بیدین یا انسان دیندار کلاً در همچین یک محیط قرار بگیره و وارد گناه نشه، این مستحیل است، امکان نداره، حتی ولو به نگاه باشه. پس تویی که زنت رو میگی که آقا تو برو، به همسرت میگی برو برای برادرم غذا بپز، برو هر موقعی که اومد اجازه بده که وارد خونه بشه، بخوابه، بشینه. یکی میگفت که خواهری بود سوال میکرد، میگفت که برادر شوهرم میاد در میزنه، در رو باز میکنم، سلام علیکم، مستقیم میره تو اتاق خواب، رو تخت خواب من میخوابه. این مرد، یعنی این شوهر یک بیغیرتی هست، این دیوس هست. یعنی تو چطور اجازه میدی که روی تخت خوابی که تو و همسرت با هم میخوابید در اونجا، برادرت بره اونجا بخوابه، رو اون تخت میخوابه، این بوی عطر همسرت در اونجا استشمام بکنه، این انسان فکر میکنه به این که روی این تخت برادر من با خانومش میخوابه. این جایز نیست. پس حالا مجبورید گاهی اوقات طرف مثلا 2 تا اتاق داره، در روسیه زندگی میکنه، برادر بزرگش یا برادر کوچکش هم در اونجا هست، مجبورن، نمیتونه بره برای برادرش یک اتاق جداگانه بگیره. پس یک اتاقی رو به عنوان مهمانخانه داشته باشید که وقتی که برادرت میاد در میزنه، اگر همسرت درم باز میکنه، باید با حجاب کامل بره پشت در رو باز بکنه، سلام علیکم و علیکم السلام، اینم سرشو بندازه پایین، بره در اون اتاق تا وقتی که تو نیومدی از اونجا خارج نشه. و در این مدت خواهران ما، زنانی که با همچین مشکلاتی روبرو هستن، وقتی که برادر شوهرتون میاد، وقتی قوم و خویش شوهرتون میاد، حجاب کاملتون رو باید در مانند این که شما بیرون از خانه میرید. در بیرون از خانه چگونه لباس میپوشید که مردهای نامحرم شما رو نبینه؟ این برادر شوهرت با اون مردهای نامحرم هیچ فرقی نداره در محرمیت و نامحرمی. نامحرم است، هیچ فرقی نداره در نگاه حجاب. و همسرانتون رو مجبور نکنید به این. خواهر سوال کردن، میگه شوهرم میگه که اگر خدمت برادر من رو میکنی خوب نمیکنی، برو برگرد پیش پدر و مادرت، برو تاجیکستان برو. این غلط است. تو زن گرفتی که زنت خدمت برادرت رو بکنه؟ متاسفانه این مسئله است که خیلی حکم شرعیش هم نمیدانن و بعد از اون مشکلاتی که ایجاد بشه بعد داد و ویلا میکنن که والا دچار این مشکل در خانه شدیم و در خانواده شدیم. اینا رو باید
اگر میخواید که یک زندگی سالم بدون دردسر داشته باشید، این خطهای قرمزی رو که شریعت برای شما تعیین کرده اینها رو در نظر بگیرید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد محترم خوب صحت هستین ان شاء الله؟ سلامت باشید. تشکر از شما. سوال داشتم قبل از همه از شما ازت میخوام یک دو دقیقه وقتتون میگیرم. 2 دقیقه بفرمایید. از همین الان شروع شد. باشه ان شاء الله. استاد محترم من نزدیک 5 سال میشه ترکیه هستم. میدونید 2 سال میشه، یعنی دیپورتی زیاد است. من 2 سال میتونستم در ترکیه هم درس بخونم هم دیگه کار بکنم. فعلا در ساختمان کار میکنم مثل زندان. خیلی تلاش کردم اقامه و درس بیارم، متاسفانه نشد. یعنی اقامه انسان میگه چی میگن؟ درست. نبود اقامه مانع ازدواج من هست، مانع پیشرفت من هست. به خاطر من قصد دارم برم اروپا. اینجا معلوم نیست، شاید من دیپورت شدم افغانستان. من ماشاءالله 13 14 برادر و خواهر دارم، یعنی پدر من نزدیک 15 فرزند دارد. به خاطر آینده اینها، به خاطر آینده خودم قصد دارم برم اروپا. اما خیلی تلاش کردم به ترکیه اقامه به دست بیارم. اگر اقامه به دست می آوردم من اصلا اروپا را به یاد نمی گرفتم، نمی آوردم. بعدش هم اگر اقامه به دست می آوردم ازدواج کردن برای من اینجا خیلی آسان میشه. مثلا من 2 سال قبل هم درس می‌خوندم در استانبول، هم کار می‌کردم. فعلا نمیتونم برم مدرسه. مثل زندان از ساختمان نمیتونم بیرون. بله. یعنی رفتن من در اروپا جایز هست با خیر. تنها به خاطر این نمیرم، به خاطر اقتصاد باشه. ان شاء الله اونجا رفتم دوست دارم با علما هم نشینی بکنم. من آزاد میشم، به نظر خودم که آزاد میشم، با علما هم نشینی داشته باشم، با کشورهای اسلامی رابطه داشته باشم. از لحاظ بعدش هم شاید رفتن من پیشرفت اقتصاد من باشد، به خاطر آینده برادر و خواهرای خود من باشد. نظر شما چه است میتونم در این مورد؟ ببینیم برادر عزیز، سفر کردن به کشورهای کفری حکم شریعت چی است؟ برای علاج، برای دعوت، برای طلب علم سفر کردن، اگر علاج و طلب علم در کشور اسلامی میسر نباشه، انسان میتواند به کشور کفری سفر بکند. اما برای زندگی کردن در آنجا هیچ عالمی، هیچ حدیثی، هیچ آیه‌ای وجود ندارد که گفته باشد که شما می توانید بروید در یک کشور کفری در آنجا راحت مثل کشور اسلامی زندگی بکنید. و تجربه تقریباً 10-15 ساله‌ای که من دارم از دوستان و عزیزانی که شاید هزارها نفر رو میشناسم که در اونجا زندگی کردن، باور بکنید که زندگی خوب دارن، ماشین دارن، آپارتمان دارن، تجارت دارن، اما از نگاه مسائل خانوادگی، تربیت فرزندان، حتی با همسرانشان مشکل دارن. تعداد انگشت شماری شاید باشن که تونستن حفظ بکنن، اما باور کنید زنهایی که محجبه بودن، دیندار بودن، سر کوچکترین مشکلی از همسرانشان جدا شدن، رفتن خودشون را تسلیم کردن به حکومت و امروز شوهر بیچاره تنها زندگی میکنه و زن رفته با فرزندانش خودش رو به حکومت تسلیم کرده، در زیر امنیت سایه حکومت داره زندگی میکنه و این شوهر بیچاره حق نداره که اونها رو حتی ببینه. و خطر این که در اونجا انسان گمراه بشه، همسر انسان گمراه بشه، فرزندان انسان گمراه بشه، این خیلی زیاد است. کسایی که در اونجا زندگی کردن و واقعیت ها رو دیدن میتوانن به شما بیان بکنن که اونجا چه سختی میکشن برای تربیت فرزندان، برای نگهداری این خانواده و زندگی خودشان. مادامی که اگر در یک کشور اسلامی، در یک محیط اسلامی برای شما کار یا زندگی میسر باشه، خاصتا امروز مثلا در افغانستان، باور بکنید که یک سری خوب مسائلی است که انسان در سوشال میدیا اینها بیان میکنن، اما امروز زمینه کار در افغانستان میسر است. کسی که واقعا بخواد کار بکنه با یک مبلغ انده که میتونید یک کار تجارتی کوچکی راه اندازی بکنید. شاید به شما بگن که مثلا در اروپا شما کار بکن در یک رستورانی ماهانه مثلا 3000 یورو میگیری. از این 3000 یورو باور کن تکس میدی، کرایه خانه میدی، آب و برق و خلاصه 1001 خرج میکنی. آخرش فرق بین شمایی که در اونجا کار کردین و کسی که در افغانستان کار کرده نیست. بله، به خاطر همین خیلی باید در این موضوع انسان دقت بکنه. در بعضی از شهرها، در بعضی از نقاط در کشورهای اروپایی تجمعاتی از مسلمان ها هستند، در یک جای زندگی میکنن، مسجد دارن، مراکز اسلامی دارن،
هویتشان را حفظ کردن، دینشان را، حجابشان را، اخلاق اسلامیشان را حفظ کردن و این خیلی کم است و در کشورهایی است که شما با آسانی اونجا نمیتوانید بروید. بله. خیلی تلاش کردم در ترکیه اقامه به دست بیارم، نشد متاسفانه. یعنی اقامه گرفتم، من میتونستم اینجا ازدواج بکنم، میتونستم به خاطر آینده برادر خواهر خود من اینجا باشم، یعنی اقتصاد اونها خوبتر میشدن. نگرانتم خدا نخواست من دیگه بکنم به افغانستان، ماشاءالله این فامیل بزرگ خودم اقتصاد من زیر صفر میره. استاد من ببینید الان کسانی مثلا از قوم خیش شما هزاران نفر شاید در افغانستان باشن که هیچ کس از فرزندانشان، دوستانشان، نزدیکانشان در خارج نیستن که با آنها کمک بکنن. آیا اونا از گشنگی مردن؟ نه اصلا. رزق و روزی در اروپا تنها نیست. الله سبحانه و تعالی رزق هر انسان رو قرار داده و در هر جایی که انسان سعی و تلاش بکنه رزقش رو به دست میاره. تشکر شما. سوال دیگری هم دارید؟ الله حفظتون میکنه. الله تشکر. السلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده ای نوشتن که من حافظ کل قرآن بودن ایشان و الان قرآن رو فراموش کردن، آیا گناه داره؟ بله، کسی که قرآن رو حفظ کرده باشه و تکرار نکنه فراموش میکنه و فراموش کردن آیات قرآن کریم، فراموش کردن این یک مصیبت است برای انسان. شما که قرآن کریم رو حفظ کردید این نعمت خیلی بزرگی است. الله سبحانه و تعالی در حدیث صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد است که در روز قیامت به حافظین قرآن، به کسانی که قرآن رو بلد هستن میگن بخوان و برو بالا. شما هر آیه‌ای که میخوانی یک مرتبه در جنت میری بالا، یک درجه بالا. دو آیه میخوانی 2 درجه و این 6660 و چند آیه رو که بخوانی شما به درجه بالای بهشت میری و جایگاه انسان تا همان آخرین آیه ای است که میتواند تلاوت بکند. بعضی از علما این رو تفسیر بر این کردن که عمل کردن به قرآن، فهمیدن قرآن، خواندن قرآن تنها حفظ نیست. در هر صورت حفظ قرآن کریم یک نعمت بزرگی است. حافظ بودن و کلام الهی رو در سینه داشتن یک نعمت خیلی بزرگی است. قدر این نعمت رو کسی میدونه که حافظ قرآن نباشه. و می توانید دوباره اعاده بکنید و خیلی آسان است. کسی یک بار حفظ کرده باشه و فراموش کرده باشه با تکرار میشه که این رو اعاده کرد. من یک دوستی داشتم الله متعالفش بکنه، فعلا استاد است در دانشگاه، با هم مثلا گاهی اوقات سفر می رفتیم. در اثنای سفر تا که صحبت می کردیم من میگه تا من ساکت میشدم شروع میکرد زیر لب تلاوت میکرد. یعنی هر موقعی که یک فرصتی رو پیدا میکرد تلاوت میکرد. ببینید ما اینقدر فرصت ها در 24 ساعت شبانه روز داریم که حفظ بکنیم، قرآن رو تکرار بکنیم، ذکر بکنیم. به طور مثال در صف اتوبوس وایستادی، منتظر اتوبوس هستی، گاهی اوقات یک شخص نیم ساعت 1 ساعت منتظر اتوبوس وای میسته، دستش موبایل هست فقط داره فیسبوک چک میکنه. موبایل تو ببند، شروع کنم این آیاتی که حفظ داریم اینها رو تکرار بکن، از کارتو بکن. در بیمارستان منتظر هستی نوبتت برسه، در نانوایی، در هر جایی فرصت‌های زیاد انسان داره که به جای اینکه با اموری که تافه است، بیفایده است و هیچ تأثیری مثبت نداره در روح و روان ما، اونا رو رها بکنیم و ذکر الله سبحانه و تعالی بکنیم و هر حرفش برای شما حسن است. در حدیث میگه نمیگم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف یک حرف است، لام یک حرف است، میم یک حرف. وقتی شما میگید الف لام میم، شما 3 حرف رو تلاوت کردید، در مقابل هر حرف 1 ثواب، هر ثواب 10 برابر 30 تا اجر گرفتید در یک الف لام میم گفتن. و اینکه چقدر شما رو آرامش بهتون میده، سکون بهتون میده، روح و روانتون رو آرام میکنه، این بماند به جای خود.
بیننده نوشتن که تاجیکستان 2 هفته فرصت داده. البته این خبر رو تکذیب کردن. من خبرشو خوندم، لحظاتی بعد این خبر تکذیب شد که همچین چیزی اتفاق نیفتاده. وانگهی اگر همچین اتفاقی هم بیفته، هر کشوری، گفتم دوستان عزیز در برنامه‌ای که در مورد اخراج مهاجرین از ایران بود، هر کشوری حق داره که مهاجرینی که در اونجا هستن رو از نگاه روابط بین المللی، نگاه انسانیت و اسلامیت اینا رو بگذاریم کنار. همچین چیزی امروز وجود نداره. هر کشوری حق داره که کسانی که غیر قانونی آمدن، کسانی که اوراقشون درست نیست، اینها رو بهشون فرصت بده که برن یا به قول معروف اخراجشان بکنن. ما با اخراج کردن مهاجرین از ایران مشکل نداریم. کشورشان است، اخراج کنند، هر طوری که دوست دارن اخراج بکنن. اما مشکل با توهین کردن است، با اهانت کردن است، با ذلیل کردن است. امروز صحنه‌هایی رو، کلیپ‌هایی رو می‌بینید که باور کنید ارتش اسرائیل با فلسطینی‌ها نکرده که ایرانی‌ها دارن با افغان‌ها انجام میدن. دولت تاجیکستان اگر گفته 2 هفته وقت دارید که تاجیکستان رو ترک بکنید، خلاص احترام بگذارید به قانون کشور، در خلال 2 هفته تاجیکستان رو ترک بکنید. اما نه، فردا اگر تاجیکستان اومد مردم رو، زن و بچه مردم رو از کوچه خیابان جمع کرد، برد در زندان‌ها انداخت، بهشون دسترازی کردن، توهین کردن، اهانت کردن، در اون موقع بعد جوابشان را خواهیم داد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. بازم برای ببینیم استاد عزیز همین مرموزه همین کلچری و همین امنات بسیار بهش بافتاده که روز افغانا باور کنیم همین بسیار زیاد دیگر تاکید میکنم و پیش میبریم همین رسم و رواجی که حلال حرام یعنی هم و خانم کسایی که محرم است آنها تشکیل دادن، الحمدلله کسایی نار محرم است، ولی در افغانستان در جامعه افغانستان 80-90% چیزا مراد نمیشه. اگر از همین چیزا ما پیشنهاد میکنم استاد عزیز برنامه‌های زیاد داشته باشین قسمت اینی، خصوصا اگر ما یک چند فامیل هم تو و همین سال گفتم برایشان توصیه کردم نظر به گفتار شما استادا، همین استادای اسلامی و همین دعوتگرا، ولی ما تمسخر زدن گفتن شما وهابی هستید. وهابی ها گفت اصلا گفت اینو تو کینه دارن، حلوایشان خراب است، چرک و کینه درون یا پاک نیست، با مخاطر وهابی ها نمیخوان. مثلا یک کسی بود به نام دکتر یونس از صفحات مجلس بعض وقتا در امریکاست، این گفته وهابی هست، علمی وهابی ها نمیگذارن که خواهر ما میشه زن بیادر خواهر ما زن، نمیفهم این چیزا در کشور ما یک امانات ماست، رسم و رواج ماست. بعد تا بسمه میشه که بغل کشید میگه استاد ما در کابل خودم با چشم گناهگار حتی این زن بیادر با ایوان خودی تو بغل نیست، دست میده، قول میده، تو عادی بسیار عادی. این همین چیزها رو برنامه زیاد اگر انشاءالله به این باره داشته باشید، زمین کلچری که ضد اسلام است، ضد آن خودتان الحمدلله تشریح توضیح بسیار جانانه دادید، ولی بازم ضرورت میده که امروز تا که این مردم آگاه شوند، تا که همین بیدار شوند، مثل که 20 سال از شما همین توصیه میکنه، همین اخطار میده به می افغانان که برادران به ایران روید، همین سنگ بخورید به افغانستان باشید، ولی هر رژیمی که از ما بازم خاکتان از کشورتان است، همین شما شبکه کلمه همین ساستمتی همین ما چندین بار معظمان از باز شدیدیم. این ببین که امروز ببین به چه حالت فلاکتبار، بی‌احترامی، توهین، گستاخی، به چه شکل فجایع ظلم با خدا یهود و نصارا 1% ظلم از امروز این روافض، این دولت رافضی، البته منظور ما دولت رافضی ایران است نه مردم شریف ایران. الحمدلله ملت ایران فهیم هستند، رجال سنت هستند، انسانیت است، ولی این دولت، این رژیم دانه سرطانی امروز ببین که طفلای ما یا زن و اطفال مهاجر افغان به چه شکل فجایع یا میکشن و در سرحدات بین افغانستان و ایران یا از بین میره، از تشنگی، از گرسنگی. بازم جزاکم الله خیر با مردم شریف و قهرمان مسلمان و متدین و علم پرور و دانش پرور هرات خود ما افتخار میکنیم و همچنان به ملت غیور و
قهرمان بلوچ خود که توانستم که مهاجرین افغان بسیار به شکل برادرانه و به شکل اسلامی و انسانی توانستن همون خدماتی که از توانشان بود الحمدلله انجام دادن و هنوز هم انجام میدن. مردم ایران ما بازم و مردم بلوچ و بلوچستان و زایدان ما بازم الله متعال را در زمان داشته باشد و هر کس وظیفه‌اش امروز بسیار یک شرایط دشوار است استاد عزیز، بسیار شرایط بسیار نامور به افغان و مهاجرین آمده، ولی امروز دیگه راه گفته خود دیگر چاره نیست. از با کشور خود بیان یعنی کشور هر چی که است ولو که سنگ میباره باز این کشورش آزاد و حقانه است. ولی ببینید با گفته شما استاد عزیز چندین سال است که تشریح میده که ایران سر که جو سر مهاجرین جور شد، بهترین ساختمان ها، بهترین زراعت، همه چیزی که بود این سر مهاجرین جور شد، تیار شد. ولی امروز هم ببینید که بسیار به شکل بیرحمانه یا بسیار به شکل تحقیرآمیز افغان و سگ یک چیز است پیش ما. همین رژیم صفوی رافضی مشرک ایران ولی یک تعداد میبودن که در 12 روز چکچکی و دعوتگر هم بودن که ایران زد دولت اسلامی در دنیا، دولت اسلامی ایران بود که زد در پوز اسرائیل، خاک در سر اسرائیل هم خاک در سر دولت همین رافضی ایران هم اردوش سگ بیادر شهاد یکی از دیگه بدر هستن. و کجاست این دکتر صاحب؟ کجاست این دعوتگرای دروغین منافقین که از دولت رافضی مشرک ایران دفاع میکنن؟ ما از اسرائیل از اون سیلوسای خبیث لعنتی ظالمش دفاع میکنیم، نه از رافضه دشمنان امهات المؤمنین و اصحاب کرام و از هیچ کدام یهودی دشمن اسلام هستند. با خدا، با قرآن، با الله قسم است اگر دیدید دولت رافضی ایران قدرت امروز در جهان پیدا کنم سوری اهل سنت از یک سر پیش میزن. این در کتابای استاد عزیز در 20 سال از تشکیل تازه میدن. درست. ولی افغان هم متاسفانه استاد عزیز در خل خرگوش نه مادران مومنین رو میفهمن اکثر، نه صحابه رو میفهمن، نه شرک میفهمن، نه توحید رو میفهمن. اکثریت از میادن دمید فقط سیاسی میدن. مالایی تو شد و تو شد کجاست همی دعوتگرا، کجاست همی دکترا، همین جنس دولت چطور و چرا. امروز ببینید این رقم ظلم و شکنجه و بدبختی را هیچ کشوری بالای مهاجرین افغان نکرده. ولی دیدی که به چه شکل به چه به این سرمایه بسیار گرمی شدید و ساز عزیز با خدا گجانت میگه، با خدا طاقت باشه، اما خو از سر ما پریده. با بازم جزاکم الله خیر استاد دعوت شما از این توصیه شما از این در 20 سال است که برشان میگه که دولت رافضی ایران بشوره کجاست حرفشون و کجاست بشنون، کجاست درک کنن، کجاست گپ رو داره بفهم. از میرم تو رسه یک توبه دیگه میزنم شما را ایو از دولت اسرائیل چه یک مردم بی اکثریت مردم ما نمیده کم از استاد بود یک تاپا و تو مزنه نمیدون در حالی که هیچ میگه و اصلا نمیشنن که تو در باره چی گپ میزنی، اصلا منظور شما از چی بوده؟ به اصطلاح شو وقت تو از صهیونیستی همیشه گفتی که دولت صهیونیستی دشمن اول اسلام است، ولی رافضی از اون بدتر هستن. امروز ببینید که ببینید ما می بچه سر میبینیم، بچه‌شون سر میبینیم برای او سنی بدبخت و افغان من پدر سوخته چی دعوا داشتم و چی توهین نیست که به ما یا نثار میکنم. بازم جزاکم الله خیر و زنده باشید، سلامت باشید، ثابت قدم داشته باشم. اون ثابت قدمی شما افتخار ماست. یک واسید عمود در برای صراط المستقیم نه چپ میدین نه راست میدین، برای صراط المستقیم نه اینکه دعوتگرایی که یک روز مسلم یک روز کافر است. الله مطلع سن. سلامت باشید. سلامت باشید. الله مطلع سن کنه. زنده و سلامت باشید. تشکر شما. و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز ما دکتر فرید یونس ذکر کردن که فرهنگ ماست، توی فلان است، تو این است، تو اون است. یعنی امروز اگر شما گفتید که فرزندان دختر و پسرتان را بستر خوابشان را جدا بکنید، خواهر و برادر هستن، مگر اینا به هم دیگه به نگاه بد نگاه میکنن؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که بعد از 7 سالگی جای خواب یعنی اتاق خواب دختر و پسرانتان را جدا بکنید. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که با خویشاوندان شوهر خلوت نکنید. بعد چی میگن؟ اینا وهابی هستن، اینا دلهایشون کثیف است، اینها
همیشه تحریک میشن. یعنی تا که یک نفری رو ببینن اینا تحریک میشن. اینا مسلمان ها یا بعضی از این بیدینا هستن، این مسلمان ها یک مشکل دارن که تا که یک زن رو دیدن تحریک میشن. مرکز تمدن اروپا فرانسه است. دوستان این سفر رو نشان بدن. ما هر چی که گفتیم همیشه با دلیل و مدرک گفتیم. مردم اروپا مردم متمدن هستند، مترقی هستند، درس خوانده هستند. در فرانسه مثلا بیسوادی صفر است. مردم بسیار دموکرات، پیشرفته، با اخلاق، با تمدن، کسایی که شیفته غرب هستند، شیفته اروپا هستند، ایمان آوردن خلاصه به فرهنگ اونجا. این جریده رسمی است، روزنامه رسمی در فرانسه است به نام میدیا پارت. دوستان نشون بدن این کلمه رو شما در اینجا سرچ بکنید و مقاله برای شما در اینجا آشکار می شود. این مقاله رو می توانید به تفصیل در این جریده بخوانید. این عکس یک کودکی که دختر بچه‌ای که اینجا رو چیز نوشته. خب این نه از وهابیاست، نه از مسلمان هاست، نه ما درست کردیم روزنامه رسمیه که پاریس پایتخت فرانسه در اونجا چاپ میشه و اینم صفحه وبسایت رسمیشان هست. خب این مقاله رو ما باز میکنیم. تشکر میکنم از دوستان عزیز. من کامل این موضوعی که در این مقاله است رو خدمت شما عزیزان بیان میکنم. خودتونم برید میدیا پارت این جریده رو باز بکنید، کلمه زنا رو به فرانسوی در اونجا بنویسید، براتون مقالاتی که در این مورد هست میاد. این جریده میدیا پارت چی میگه؟ میگه طبق گزارشی که در جولای 2023 از طرف به اصطلاح وزارت امور خانواده و زنها در اونجا، کودکان که وضعیت خانواده رو بررسی میکنه در فرانسه، در اونجا نشر شده که در خلال یک سال کامل آمار زنای محارم، یعنی کسانی که با خواهرشون زنا کردن، پدرانی که با دخترشون زنا کردن، عموها و داییایی که با خواهرزاده و برادرزادهاشون زنا کردن، یعنی زنای محارم اومدن در بین مثلا برادر ایور به قول افغانی ها یا برادر شوهر اومده مثلا با زن با همسر برادرش زنا کرده، اینها رو گزارش کاملی رو در اینجا اینها جمع آوری کردن. در اینجا میگه که در طی سال 2023 160,000 کودک، کودک در فرانسه مورد تجاوز جنسی از طرف محارمشون قرار گرفتن، از طرف برادر بزرگ، عمو، دایی، پدر الی آخره. 160,000 کودک دختر در یک سال. کودک یعنی چی؟ نابالغ، 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله، 10 ساله. در سال 2023 5,500,000 زن در فرانسه از طرف محارمشون مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن. به قول دکتر فرید یونس حتما اینا وهابی بودن، وهابی فرانسوی. از هر 10 دختر فرانسوی 9 تای آنها مورد تجاوز جنسی از طرف محارمشون قرار گرفتن. دیگه کتاب محمد بن عبدالوهاب نیست، روزنامه رسمی فرانسه است. از هر 10 دختر 9 تاش مورد تجاوز جنسی از طرف محارم قرار گرفتن. از هر 5 کودکی که دختر بچه‌ای که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته 4 تاشون زیر 5 سال بوده. اونا که در رسانه‌هاشون نمیارن این چیزا رو. الان مثلا در افغانستان اگر یک کودکی مثلا 9 ساله، 10 ساله دختر بچه 12 13 ساله رو به ازدواج یک پیرمرد در بیارن، BBC و صدای آمریکا و رادیو فرانسه 24 و دوچه وله و همه دنیا و سازمان‌های حقوق بشر و حقوق انسان و حقوق کودک و حقوق حیوان و همه اینها
قیامت به پا میکنن که یک دختر 13 ساله رو به عقد ازدواج یک مرد 40-50 ساله در آوردن، با ویلا، با مصیبت ها. حالا این مثلا در یک سال یک بار اتفاق میفته در یک منطقه، اونم بر اثر جهل، نادانی یا حماقت یا هر چیزی یا مجبوری. میگه از 5 کودکی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن 4 تا اینها زیر 5 سال هستن. این گزارش 1 سال فرانسه است. تنها از فرانسه رو انتخاب کردیم چون مهد دموکراسی است و مهد انقلاب است و مهد علم است و فنون است و شعر است و ادب است و اخلاق است و کلتور است که دیگه میدونید دیگه فرانسه. وضعیت بقیه ایتالیا از این 10 برابر این است. آلمان تا دلتان بخواد. اما این چیزها رو که در میدیاشون پخش نمی‌کنن یا حتی اگر پخش بکنن به عنوان اخبار محلی، یک چیزی بسیار عادی است. حالا طرف اومده مثلا یک پدری به دخترش تجاوز کرده، چی شده؟ یعنی چی؟ طرف این مثل گرسنگی و تشنگی از گرسنه شده، نیاز داشته، برطرف کرده دیگه، چی مشکلی است؟ الان دارن دنبال این میگردن که اصلا چیزی به اسم زنای محارم رو از قوانین اروپا بردارن. یعنی یک دختری تا قبل از اینکه ازدواج بکنه خیلی مشکلی نیست بره با برادرش هر کاری دلش میخواد انجام بده، هیچ جرمی هم محسوب نشه در قانون. کارشون به اینجا رسیده و این یعنی بعد از اون اومده در روزا میگه که امانوئل مکرون در خلال به اصطلاح انتخاباتی که رئیس جمهور شد قول داده بود که این قضایا رو پیگیری میکنه، کمیسیون هایی برای حل این مشکلات ایجاد میکنه که از حقوق کودکان و کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار میگیرن دفاع بکنه. اما با وجود این که چند سالی میگذره از حکومتش تا هنوز در این مورد هیچ قدم های به اصطلاح تاثیرگذاری برداشته نشده. برید این رو از روزنامه خود فرانسه ببینید. به قول دکتر فرید یونس حتما اینا وهابیان، وهابیای فرانسوی. امانوئل مکرون هم رهبرشون، شیخ مکرون رئیس وهابیای فرانسه. یعنی این انسان ها اینا مریضن، اینا خودشون شهوترانن، اینا خودشون بیمارهای جنسی هستن، خودشون از این جوی که به وجود آوردن لذت میبرن. چون اکثر این کسانی که به دنبال این آزادی های زنها و نمیدونم این بیبندوباری ها هستن در بین خانواده ها، زنها نیستن. اکثر کسایی که به این چیزها دعوت میکنن مردها هستن و اونا به خاطر شهوترانی خودشون این کار رو انجام میدن و کل جامعه میشه قربانی هوس‌های تعداد اندکی که این قوانین رو در یک جامعه یا این عادات و تقالید باطل رو در یک جامعه ایجاد میکنن. تشکر میکنم از دوستان عزیز. دوستی نوشتن که به چه دلیل وقتی قرآن آمد 4 کتاب آسمانی دیگر منسوخ شد. ببینید دین در نزد الله سبحانه و تعالی اسلام است. از زمان آدم تا زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همه ادیانی که آمدن اسلام است. یعنی ما دینی به نام دین مسیحیت نداریم. این یک اشتباه بزرگی است که حتی علما و دعوتگران ما چی میگن؟ دین مسیحیت، دین یهودیت، دین زردشتی، دین فلان، دین علان. دین نیستن اینها شریعتن. شریعت موسی باید بگیم، شریعت موسی، شریعت عیسی، شریعت داوود، شریعت ابراهیم، شریعت اسحاق، شریعت یعقوب. اینها شریعتن. دین فقط یک دین است. ان الدین عند الله الاسلام. تنها دین برحق در نزد الله متعال اسلام است. اینها شریعت ها بودن. شریعت یعنی چی؟ یعنی روش های مختلف. با پیشرفت انسان، با ترقی انسان، با تطور زندگی انسان، با تغییر محیط انسان، نیاز این است که قوانین و نظام هایی که وجود داره تغییر بکنه و این رو چه کسی بهتر از ذات اقدس الهی میدانه که خالق انسان هست. یعنی آیا شما فکر میکنید که آن کتابی که بر عیسی علیه السلام مثلا 2000
سال پیش نازل شد، آیا قوانینش برای امروز قابل اجرا هست؟ نیست. اون برای همون زمانی بود که زمان عیسی علیه السلام بود. چون پیشرفت و ترقی انسان ها، حتی مثلا در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، تقریبا وضعیت جوامع بشری چیزی وضعیت مثل جامعه امروز ما بود. حکومت ها درست شده بود، شهرها درست شده بود، مردم شهرنشین شده بودن و دین به اوجش رسیده بود. آگاهی و فهم و درک مردم. شما مثلا 3000 سال پیش شما یک کتابی مانند مثلا دیوان حافظ به زبان فارسی میتونید پیدا بکنید. 4000-5000 سال پیش یک دیوانی مانند مثلا دیوان سعدی گلستان و بوستان میتونید پیدا بکنید. چون ببینید این بشر پیشرفتش، ترقیش، فهمش، دانشش به حدی رسید که الله سبحانه و تعالی آخرین پیامبر رو فرستاد، دین خودش رو تکمیل کرد، الیوم اکملت لکم دینکم، و بعد از اون این کتاب آسمانی که بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد همه ادیان گذشته را منسوخ کرد. اما این نبوده که قرآن آمد همه کتاب ها رو منسوخ کرد. اصلا این سلسله ادامه داشت. مثلا وقتی که عیسی علیه السلام آمد، شریعت موسی منسوخ شد. باید همه کسانی که پیرو موسی علیه السلام بودن به عنوان یهودیا باید به عیسی ایمان می آوردن، اما این کارو نکردن. عده آمدن گفتن که نه، ما با همون دین میمانیم. این که آمده عیسی ادعا کرده که پیغمبر خداست، نه، این دروغ میگه، این پیغمبر نیست. این مشکل است که مثل که عیسوی‌ها یعنی در انجیل دعوت به این شدن که بعد از وفات عیسی علیه السلام پیامبر دیگری خواهد آمد به اسم احمد یا محمد، باید به او ایمان بیاورن. عیسوی‌ها نصفشون ایمان آوردن، نصف بقیه گفتن نه، این پیامبر الهی نیست، این دروغ میگه والعیاذ بالله. مشکل در اینجاست برادر عزیز. این منسوخ شدن کتاب آسمانی همینطور به ترتیب هر پیامبری که می آمد شریعت پیامبر قبل از او منسوخ میشد، شریعت پیامبر جدید. و در شریعت پیامبر جدید مثلا در اسلام آیا همه آنچه که در تورات و انجیل و کتاب‌های گذشته بود همه رو منسوخ کرده؟ نه. مثلا صدق، وفاداری، اخلاص، تقوا، پرهیزگاری، ذکر، عبادت، همه اعمال نیکی که امروز در اسلام وجود داره در تورات و انجیل وجود داره و اسلام اونو منسوخ نکرده. بعضی از مسائل منسوخ شدن، اما وقتی که این کتاب آمد، کتاب‌های گذشته، عمل به اونها بسته شد و فقط به این کتاب باید عمل بشه، چون در این کتاب خوبی هایی که در بقیه کتاب های آسمانی بوده وجود داره. مثال دیگری به شما بدیم از نظام خود بشر. هر چند مدت یک وقت قانون اساسی کشورها تغییر میکنه. اما مثلا خیلی از کشورها در پی تجدید قانون اساسی خودشون هستن. مثلا الان قانون اساسی آلمان، فرانسه، بریتانیا، آمریکا، ترکیه، افغانستان، ایران، پاکستان، هند، کشورهای عربی، مصر، آیا همان قانون اساسی است که 100 سال پیش بود؟ نه. الان مثلا شما در ترکیه ببینید همین شب و روزها جریان خبر اصلاح قانون اساسی بر سر زبان هاست. در اسپانیا، در فرانسه، در ایتالیا، در خیلی از کشورها هر روز تعدیلات و تغییرات در قوانین ایجاد میشه و این تعدیلات و تغییرات در قوانین بر اساس چی است؟ نیازهای بشر و تغییراتی که در نظام زندگی مردم اون کشور ایجاد شده. تو قوانین باید همخوانی داشته باشه با چی؟ با زندگی انسان ها. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب استاد انشاءالله میرسه جور صدمان بوده باشه. جناب استاد سوالی داشتم در باره احمد جولانی رئیس جمهور روسیه. تا چه حدی در اسلام مشکل نیست مثلا روسیه یا سوریه؟ سیاست دوستانه داشته باشه. سوریه بله. بفرمایید برادر. بله، رئیس جمهور سوریه احمد جولانی تا چه اندازه در اسلام مشکل نداره که روابط سیاسی داشته باشه؟ مثلا روابط سیاسی ازی بسیار گسترده شد. ما که علم نداریم از اهل علم پرسان میکنیم و بر بالای شما اعتماد داریم و شما هم بسیار مواظب بوده جواب ما را آنچم بدین. باشه چشم حتما انشاءالله در این مورد صحبت میکنم. الله از شما راضی بوده باشه. پیشنهاد دارم جناب استاد مشکلات اجتماعی جوانا، مشکلاتی که جوانا دارن از
اندک اختلالات روانی که رنج میبرند بیننده های شما، من اطمینان دارم شاید اینا خیلی هایشان معتاد سوشیال میدیا، صفحات اجتماعی هستند. دوپامین از اینا کنترل ناشده است، بالا و پایین زیاد میشه، یعنی زندگی سالم ندارن. اگر در این راستا هم برنامه های اجرا کنین، کارشناسی را دعوت کنین، چی خواهد شد؟ باشه، چشم، سعی تلاش میکنیم. اگر همچین یک آدمی رو پیدا کردیم حتما، چرا نه. الله شما راضی باشید. سلامت باشید. تشکر از شما. ببینید برادر عزیز، احمد شرع پیغمبر نیست. احمد شرع اسوه و الگو برای امت اسلامی نیست. احمد شرع یک انسان است، اشتباهاتی هم داره، کارهای خوبی هم انجام داده. هیچ انسانی معصوم نیست. به همین دلیل من بارها تاکید کردم که ما نباید شخصیت پرست باشیم. مثلا بعضیا بودن الشیخ العلامه دکتر دعوتگر فلان ابن فلان، خلاص کأنه ایمان آورده بودن به او. یک جایی که لغزید اینا متزلزل شدن. حالا چی کار بکنیم؟ این که دیگه ما به این ایمان آورده بودیم، الان این اشتباهی رو کرد، حالا چی کار بکنیم؟ بعضی چی کار کردن؟ کلا سرش اکس کشیدن، او این تموم شد دیگه، رفت خلاص. بعضی چی کار کردن؟ آمدن توجیه کردن همون اشتباهی همون عالم و دعوتگر رو هم آمدن چیکار کردن؟ توجیه کردن. نه، چون که حتما این میفهمه عالم است، دعوتگر است، هر چی که میگه درست است. آمدن حرفش رو توجیه کردن. مثل رهبران جهادی ما، بعد مثل بعضی از علمای ما، مثل بعضی از دعوتگران ما، حتی دعوتگران و علمای جهان فارسی زبان یا این منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم. هر کاری که یک دعوتگری که من دوستش دارم انجام بده به نظر من خوب است و سعی میکنم که اون رو توجیه بکنم. ببینید ما خدا پرست هستیم، شخصیت پرست نیستیم. ما مکلف به پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، نه پیروی از عالم و دعوتگر و رئیس جمهور و فرمانده و رئیس حزب و فلان علان. به خاطر این الله متعال به ما چی میگه؟ اطیع الله و اطیع الرسول، نمیگه و اطیع اولو الامر. چرا؟ چون اولو الامر امکان داره که اشتباه بکنه، چون اولو الامر معصوم نیست. هر کسی که باشه، ولو که ابوبکر باشه، عمر باشه، عثمان باشه، علی باشه، حسن باشه، معاویه باشه، طلحه و زبیر و ام المؤمنین عایشه صدیقه باشه رضی الله تعالی عنهم اجمعین، اینا هیچ کدومشون معصوم از خطا نیستن و چه بسیار خطاهایی کردن در زندگیشان. شیعه به خاطری که این مشکل را حل بکنه اومد اسمت رو به امامانشان چسباندن، خودشان موندن داخلش. اسمت در دین شیعه بعد از قرن سوم هجری ایجاد شد. قبل از اون اصلا شیعه اعتقادی به اسمت نداشتن. بعد از اون گفتن که اینها ائمه هستن که از طرف الله متعال منصوب شدن، به خاطر این هر کاری که کردن برای ما دین است. اما ما این اعتقاد را نداریم. ولکم فی رسول الله اسوه، الگوی شما رسول الله صلی الله علیه و سلم است و ما خدا پرست هستیم، الله پرست هستیم، رهبر پرست و شیخ پرست و عالم پرست و دعوتگر پرست نیستیم. هر حکومتی، هر شیخی، هر عالمی، هر حزبی، احمد شرع باشه یا غیر از اون باشه، اشتباه کردن، اشتباهشون اشتباه هست. مخالفت با قرآن و سنت کردن، مخالفت با قرآن و سنت هست. بعضیا فکر میکنن حکومت اسلامی به این معنی که با همه کفار تو باید قطع ارتباط داشته باشی، با هیچ یک از اونا هیچ داد و ستدی نداشته باشی، با هیچ کس از کفار رفت آمدی نداشته باشی، روابط دیپلماتیک نداشته باشی، روابط سیاسی نداشته باشی. این غلط است. در کجای دین این رو گفته؟ آنچه که در دین ما از آن منع شدیم، اگر بخوایم در این مورد، چون وقت برنامه به پایان رسیده، صحبت کنیم ساعت‌ها طول میکشه، اما آنچه که در دین در مورد کفار ما منع شدیم این است که با کفار همکاری نکنیم بر علیه مسلمان ها. کفار را به عنوان حاکمان خودمان، به عنوان ولی خودمان، به عنوان رئیس خودمان، به عنوان صاحب اختیار خودمان قبول نکنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. ای مؤمنین،
یهود و نصارا را ولی خودتان نگیرین. ولی یعنی چی؟ سرپرست، حاکم، خلیفه، صاحب اختیار، بالادست، دوست صمیمی، دوست پنهانی نگیرید. بعضهم اولیاء بعض، چون کفار با هم یکی هستن. ببینید ترامپ در نگاه دینی اعتقاد داره که همین یهودیایی که بنیامین نتانیاهو و اطرافیانش اسرائیلیا پیغمبرشان عیسی علیه السلام را به صلیب کشیدن. تصور بکنید علیاذ بالله گروهی می آمدن که رسول الله صلی الله علیه وسلم را به قتل می رساندن یا به صلیب می کشیدن. ما امروز با اونها چگونه برخورد می کردیم؟ با نسلشون، با فرزندانشون، در حالی که ولا تزر وازرة وزر اخرى. اما نگاه ما به اونها چی بود؟ به یک مذهبی مثلا یهودی‌ها بودن، نصرانی‌ها بودن. ترامپ از نگاه دینی، و ترامپ یک آدم دیندار است، اینو که میدونید، یک مسیحی دیندار است. نتانیاهو هم یک یهودی دیندار است. ترامپ اعتقاد داره که یهودی ها پیامبرش رو به صلیب کشیدن، عیسی علیه السلام رو. اما ببینید که بر علیه مسلمان ها دار و ندار آمریکا رو فدای اسرائیل میکنه. دیگه فرانسه و آلمان و بریتانیا و ایتالیا و اسپانیا، همه کشورهای کفری. به ما خاطر الله متعال میگه بعضهم اولیاء و بعض، اینها اولیاء یکدیگر هستن، کمک و یار و همدم هم دیگر هستن. فمن یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی که اونها رو ولی میگیره، سرپرست میگیره، حاکم بر خودش میگیره، صاحب اختیار خودش میگیره، اینم از جمله اونها حساب میشه. از این ما من شدیم از اینکه کفار رو ولی و سرپرستمان بگیریم. من نشدیم از اینکه با کفار روابط داشته باشیم، تجارت داشته باشیم. مگر رسول الله صلی الله علیه و سلم درع خودشان را، زره خودشان را در پیش یک یهودی به رهن نگذاشته بودند در مقابل چند کیلو گندم یا جو؟ حدیث صحیح در بخاری و مسلم نیست. پس به این معنی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم با یهود خرید و فروش داشتن. بازار میرفتن از یک یهودی خرید میکردن. امروز تو برو از یک یهودی خرید بکن، با یک یهودی داد و ستد داشته باش، تجارت داشته باش، با مسیحی، با بقیه مذاهب، با بقیه انسان ها. اشکالی داره؟ نه. اما اگر اون رو آوردی حاکم بر کشورت قرار دادی، رئیس خودت قرار دادی و او رو صاحب اختیار بلاد اسلام قرار دادی، اینجا اسلام میگه نه، استاپ، اگر این کارو بکنی تو هم مثل آنهایی، کافری. و به ما چی میگه؟ لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، خداوند من نمیکنه شما را، کسانی که در امور دین با شما نجنگیدن، ولم یخرجوکم من دیارکم، و شما را از سرزمینتان اخراج نکردن، یعنی سرزمین شما را اشغال نکردن، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، با اونها احسان بکنید، با اونها با عدالت رفتار بکنید. روابط داشتن، ارتباطات سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاری داشتن با بلاد کفار یا با کفار در اسلام من نشده. چیزی که من شده که تو زمام امورت رو در اختیار کفار قرار بدی. حتی در جنگ حق علیه باطل، نه در جنگ مسلمان بر علیه مسلمان. در جنگی که مثلا افغانستان یک کشور اسلامی است، ایران یک کشور اسلامی است، تاجیکستان یک کشور اسلامی است، با یک کافری درگیر میشه، بعد حاکم این کشور، خلیفه این کشور، رئیس این کشور، امیر این کشور از یک کشور کفری دیگری سلاح بخره، کمک طلب بکنه برای جنگ با این کفار، آیا در اسلام حرام است؟ کی گفته حرام است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنگ حنین از مطعم ابن عدی سلاح به عاریت گرفتن، شمشیر، نیزه، سپر، زره از او به عاریت گرفتن برای جنگ با کفاری که در قبیله فکر کنم ثقیف بود یا هوازن بود در غزوه حنین. از اونها از یک کافری مشرکی در مکه سلاح به عاریت گرفتن. مقاله در جریده مجاهد نوشته بود عبدالحفیظ منصور که من
ردی بر اون مقاله نوشتم که در همون شماره چاپ شد در سال 2001 بود فکر کنم، که عبدالحفیظ منصور دلیل آورده بود همین کار پیامبر رو برای کنفرانس بن و اشغال افغانستان توسط ناتو و آمریکا. حق رو ببینید، در حالی که پیامبر در جنگ با مشرکین از یک مشرک دیگری سلاح به امانت یا به عاریت گرفتن، اما توی مجاهد رفتی با ناتو، با آمریکا، با اروپا همدست شدی، اونا رو آوردی بر علیه کی؟ بر علیه مشرکین؟ نه، بر علیه برادران مسلمان خودت، هموطن خودت، همدین خودت، هم مذهب خودت. پس تعامل کردن با کفار، روابط داشتن نیست که کلا درش بسته باشه. تا جایی که انسان از دینش، از ثوابتش، از شریعتش، از اصولش، از مبادیش در مقابل کفار نگذره. اگر احمد شر یک روز به خاطر روسیه، به خاطر آمریکا، به خاطر اسرائیل، به خاطر از دین مردم، از شریعت مردم، از اصول و ثوابت اسلامی، از ارکان دین، از اعتقاد، از توحید، از یکتاپرستی، از تمامیت ارضی، از حاکمیت اسلام بگذره، در اون موقع سرش اکس میکشیم، کارش غلط است، هیچ دفاعی هم ازش نمی کنیم. نه اینکه هر غلطی کرد بگیم نه چون که قبلا مجاهد بود، مسلمان بود، آدم دیندار بود، خلاص بعد از این هر کاری بکنه کانه پیغمبر معصوم است و عملش وحی منزل از آسمان است. نه، همچین اعتقادی یک مسلمان نباید داشته باشه. غیر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هر کسی دیگری که باشه حرفش میشه قبول کرد، میشه رد کرد، کائن من کان. اگر امروز احمد شر مثلا با ترامپ میشینه مذاکره میکنه، بعضی آمدن اوف خلاص کافر شد، مرتد شد، رفت از دین خارج شد. چرا؟ چون با ترامپ نشست. بشینه با ترامپ. پیامبر صلی الله علیه و سلم مگه برای کسرا و برای هرقل روم و برای سران کفار و یهود و نصارا مگر نامه نفرستاد، اونا رو به اسلام دعوت نکرد؟ مگر با بعضی از اونها ننشست مذاکره نکرد؟ با مشرکین در حدیبیه ننشست مذاکره نکرد؟ و اگر امروز احمد شر بشینه مثلا با ترامپ در یک جلسه بشینه در مورد حل مشکلات منطقه با او صحبت بکنه، به شرطی که از دین، از اسلام، از ثوابت امت تنازل نده، فروگذار نکنه، چه اشکالی داره؟ یا با فلان الان کشور رفت آمد داشته باشه، مشکلی داره؟ حرف حق رو بزنه، از حق دفاع بکنه، از اصول و ثوابت دین اسلام در مقابل کفار نگذره، چه اشکالی داره که روابط داشته باشه؟ چون روابط در اسلام من نیست. آنچه که من است قبول ولایت کفار بر مسلمان ها، همکاری با کفار بر علیه مسلمان ها، این در دین من است. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما عزیزان را به الله متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني